أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و مهربان و خواهشمندان زبان عربی، الحمدلله فضل و کرم الله سبحانه و تعالی بود که ما و شما مستوای کورسی یکم زبان عربی را به آخر رسانیدیم و حالا الحمدلله ما و شما در مستوای دوم در درس‌های زبان عربی قرار داریم و امروز از کورس دوم درس یکم را برای شما خواهشمندان و دوستداران زبان عربی پیشنهاد خواهیم گردانید. اما پیش از آن که این درس را شروع بکنیم، از کورس دوم گفتنی هستم هر کسی که درس های ما را پیگیری دارند یا این یکمین درس است که شما میشنوید، پس شما باید برگردید به کورس یکم یا کورس یکم را خوب از خود بکنید. 23 درس است. در کورس یکم و شما 23 درس گرفته بودیم. آن 23 درس را خوب حفظ کنید و خوب از خود بکنید، بعد در کورس دوم بگذارید. اگر آن را شما خوب حفظ نکرده باشید، اگر آن را خوب نفهمیده باشید، خواهش میکنم در مستوای دوم نگذارید که زبان عربی در نظرتون بسیار مشکل میتابد. به خاطر آنه که اینجا این کورس دوم هست و اگر یکم را خوب نکرده باشی، خوب حفظ نکرده باشی، در دوم ضرری کلان میبینی، یعنی که از فهمیده نمیتوانی یا زبان عربی دلگیرت میکند. برای همین خاطر هر کسی که جدی میخواهد زبان عربی را از خود بکند، پس برگردد به کورس یکم. کورس یکم را خوب از خود بکنید، بعد این کورس دوم را شروع بکنید. تا اگر کورس یکم خوب از خود نکنید، کورس دوم در نگذارید که مشکل تان میشود، یعنی فهمیده نمیتوانید و زبان عربی دلگیرتان میکند. این بود نصیحت برادرانه. اما هر کسی که کورس یکم را خوب فهمید، خلاص کرد، نوش جانش که در کورس دوم یگان پرابلم، یگان مشکلی، دشواری بالاش نمی آید. زیرا اینکه ما بسیار قاعده ها را و بسیار چیزها را در درس یکم، در کورس یکم در 23 درس گفتگی هستیم. در اینجا بسیار اونها را دیگر تکرار نمی کنیم. اینجا باز موضوع های یعنی قاعده های دیگری گراماتیکی می آید. برای خاطر خواهش میکنم بسیار با دقت باشید، کورس یکم خوب حفظ کنید، بعد در کورس دوم بگذارید. به هر صورت هر کسی که خوب حفظ کرد و اینجا با ماست، پس شروع میکنیم الدرس الاولو، درس یکم. حالا ما و شما در درس یکم از کورس دومی زبان عربی قرار داریم. پیش از آنه که این نوشتجات حواری گفتگوی این درس را صحبت بکنیم، اولا میخواهم درباره موضوع درس براتون بگویم. موضوع درس 3 چیز هست. یک ورق را بگیرید، نوشته کنید. امروز ما و شما در درس یکم کورس دوم 3 موضوع را میخوانیم. اون موضوع چیست؟ یکم، اینها را حروف مشبهه به فعل میگند. نامش بنویسید، حروف مشبهه به فعل. حروف مشبهه به فعل در زبان عربی 6 تاست. 6 تا. این، ان، بنویسید این یکم، دوم ان، سیوم لکن، چهارم لعل، 4 تا. این و ان، لکن و لعل، این 4 تا می باشد. و کأن و لیت، 6 تا. این را خوب در ذهنتون بگیرید.
این، ان، لکن، لعل، کأن، لیت. این ششته هست. این ششته می باشد. این را حروف مشبهه به فعلش میگویند. این را کارش چی است؟ وظیفهش چی است؟ ما و شما در کورس یکم بسیار گفتیم مبتدا و خبر، مبتدا و خبر، مبتدا مرفوع می شود، خبر مرفوع می شود. یعنی آخری مبتدا باید رفع باشد، آخری خبر باید رفع باشد. همین یادتون هست؟ برای خاطر میگم کورس یکم خوب از خود کنید تا اینکه در اینجا عذاب نکشید. یعنی که ما مبتدا و خبر بارزها گفتیم. این حروف مشبهه به فعل در اول مبتدا و خبر می درآید. در اول مبتدا و خبر می درآید. وقتی در اول مبتدا که در آمد، مبتدا را منصوب میکند، نصبش میکند. مبتدا را نصبش میکند. مثلا میگوی که محمدون قائمون. محمدون مبتدا هست، قائمون خبر هست. اگر این را در اولش بدراریم میشود که این محمدن. اصل محمدون بود، قائمون بود، هر دوش مرفوع بود آخرهایشان. لیکن وقتی که این را که در آورده می شود که این محمدن منصوب می شود، فتحه می شود آخری محمد، قائمون مرفوع می شود. بعد در اینجا دیگر ما را مبتدا و خبر نمی گوییم، نامش علیش می شود، تغییر می یابد. در اینجا میگیم که این محمدن، محمدن میگیم اسم این، قائمون میگیم خبر این. همون مبتدا خبر بود، مبتدا رو میگیم اسم این، خبر میگیم که خبر این. این را در ذهنتون بگیرید، در ذهنتون داشته باشید. پس در اینجا از همین 6 کلمه ای که 6 حرفی که ما گفتیم، این و ان، لکن و لعل و لیت و کأن، از این 6 تا 2 تاش را امروز میخونیم. این را قطع لعل، این لعل، و این 2 تا را انشاءالله در این درس میخونیم و این 2 تا را معنایش رو بگوییم تا اینکه در درون درس که آمد در ذهنتون باشد. این به زبان فارسی تاجیکی ما و شما ترجمه های بسیار دارد. این ان، هر اینها یک معنا دارند و معناهاشون بسیار هست. یک ورق رو بگیرید و بنویسید. این در زبان تاجیکی ترجمه کردن، یک ترجمهش می شود واقعاً. یعنی که این محمدن قائمون، یعنی که واقعاً محمد راستاست، چخت است. ببینید یک معنیش واقعاً. معنای دویمش همانا، یعنی که این محمدن قائمون، یعنی که همانا محمد راست است. و معنای سیومش هر آینه، این محمدن قائمون، یعنی که هر آینه محمد راست است. و معنای چهارمش به درستی، میگوی که این محمدن قائمون، یعنی که به درستی که محمد راست است. و معنای پنجمش به تحقیق، میگوی که این محمدن قائمون، یعنی که به تحقیق محمد راست است. و معنای ششمش که در تاجیکستان غالبا این معنا را ملاها استفاده میبرند، این معنا این محمدن قائمون، یعنی که این است جز از این نیست. این کمی طولانی تر هست اما در تاجیکستان همین معنا را استفاده میبرند غالبا. یعنی که این است جز از این نیست که محمد راستاست. ببینید یک این ان به 6 معنا می آید. این معناها رو حفظ کنید. یکی از این معناها رو میتیم میشه خلاص. شرط نیست که ما در یک این را در یک دیدیم 6 معنا را دمی دردم بتیم بگیم که واقعا، همانا، هر آینه، به درستی، به تحقیق، این است جز از این نیست. این طور نه. یک تاش میگوییم خلاص. از همین 6 تا یک تاش میگوییم خلاص. پس این بود معنای این و ان. هر دین 6 معنا دارد. بعد از این لعل که در همین درس می آید، اینش معنیش میگوییم لعل. لعل این میگن به معنای ترجی و توقع هست. بعد لعل یک
کار نیک، کار خوب، کار خرسند کننده باشد، لعله را ترجمه میکنیم به معنای امیدوارم، به معنای امیدواری، به معنای امیدواری ترجمه کرده می شود. حال در درس بیاد باز ذکرش میکنیم، خوبتر میفهمید. اگر یگون کار ناخوشایند باشد، یگون کار بد باشد، کار غمگین کننده باشد، در این صورت لعله به معنای توقع هست. با تاجیکی ترجمهش کردیم، لعله را ترجمه میکنیم که میترسم. ببینید یکم معناش اگر کار خوب باشد امیدواری، اگر کار بد باشد، کار غمگین کننده باشد، میترسم، یعنی به معنای ترس ترجمه کرده می شود. این در زبان عربی هست، اما در قرآن، در سنت به این معنا لعله نمی آید. لعله در قرآن و سنت به معنای تا می آید. چطوری که الله سبحانه و تعالی میگه که لعلکم تتقون، یعنی که در قرآن که آمد ما نمیگیم که الله میگه امیدوارم که شما پرهیزگار میشوید، یا نمیگیم که الله میگه که میترسم که شما پرهیزگار میشوید. نه، در قرآن و سنت لعله را به معنای امیدواری و میترسم ترجمه نمیکنیم، به معنای تا میکنیم. تا، لعلکم به معنای تا یا به معنای شاید، لعلکم تتقون، تا این که شما پرهیزگار شوید یا شاید شما پرهیزگار شوید. از این حساب اینا بسیار دقت بتید. در زبان عربی آمد به این دو معنا می آید، در شعر بیاید یا در کلام یگان عرب دا آمد، یگان کتاب ها دا خونده. در غیر قرآن و سنت همین دو معنا را بعدینش همه برید. اگر کاری مشکل باشد و میترسم ترجمه میکنید، اگر بعدینش کاری خیر باشد امیدوارم گفته لعله را ترجمه میکنید. حالا با در درس آمد انشاءالله این را باز یادرس میکنیم. این بود یک موضوع درس ما و شما. این سه کلمه را به مثل نامتون معناش حفظ کنید. این، ان، لعله. و سه تا بعدینش با جاش که اومد بعد معنیش میگویم، زیرا که در درس نمیاد. اون در این درس ما و شما حالا او سه باقی موندهش نمیآید، یا که این ان هم نمیآید، فقط این نمیآید. ان را حالا هم نمیخونیم، ان شاءالله در آینده ها میخونیم. و دوم موضوع درس ما و شما همزه استفهام هست. همزه استفهام. همزه استفهام ما و شما خوانده بودیم در درس‌های گذشته. او همزه استفهام تنها بود. با ما یک همزه دیگر داریم، همزه استفهامی برای تسویه است. دو چیز میماند، یکیش را باید اختیار بکنی. در درس‌های گذشته وقتی میگفت که همزه استفهام که میآورد نعم یا لا قطعی جواب میدادیم، یعنی که ها یا نه. اما همزه استفهامی که برای تسویه است یا برای تعیین است، در اینجا ها یا نه قطعی جواب نمی شود. از دو یک تشه اختیار میکنیم، از دو یکی را اختیار میکنیم. در پایان انشاءالله این را به تفصیل باز بیان میکنیم. دوم موضوع درس ما شما همزه استفهام برای تسویه است یا همزه استفهامی که برای تعیین هست. این را نام شد نوشته گیرید، زیرا که بسیار مهم است. و سیوم موضوع درس ما در همین درس یکم کورس دوم درباره ذو میخونیم. ذو، حرف ذال و بعدش واو. ذو. ذو از اسماء خمسه میگویند این را. این را همچنین در یک ورق اسماء خمسه را نوشته بگیرید. اسماء خمسه ابو، ضمیر بمانم، ابو که یعنی پدری تو، یکم اسماء خمسه است، بنویسید. ابو که، اخو که، حمو که یا حموکی. حمو که، هم گفته خشتباری مرد رو برای زن میگوید، یعنی خسر خشتامن زن، خسر زن رو میگوید. حموکی یا حموکه، امروز عربا برای مرد زن استفادهش میبرن. حموکه سیوم کلمه. و چهارم فوکه. فو همین فم است، فم یعنی دهان، و میمش حذف میکنی، در جای میم واو میمونی و این اعرابش حرکتش تغییر میومد. اول زیر همش بگیم فوکه چهارم کلمه. و پنجم کلمش ذو هست. ببینید 5 تا. این را اسماء خمسه میگویند. اسماء خمسه یعنی 5 اسمی همین طور هست که اینها در حالت رفع به واو می شود. مثلا ببین میگه که ابوکا، اخوکا واو قطعی،
حموک یا فوک ذوک، همش واو قطعی اومد، بعد همین حرفا واو اومدگی است. با می شود که اباک، حماک، اخاک، فاک، ذاک. ببینید ذاک نمیوید، معذرت میخوام، ذوک نه، ذو مالین، برای بعد این باید اسم جنس بیاید، ذو مالین یا ذا مالین. ببینید همش الف قطعی اومد، نه این را حالت نصبش میگن، واو قطعی اومد حالت رفعش میگن، الف قطعی اومد حالت نصبش میگن. حالت رفع یعنی فاعل شود یا مبتدا شود با واو نوشته می شود. اگر که مفعول به شود یا اسم این نشود، اسم اینه که از در همین درس میخونیم مبتدا را ما اسم این نمیگردونیم، گفتیم اگر اسم این نشود در این صورت با الف نوشته می شود. اما اگر حرف جر در اولش بیاید در این صورت با یا نوشته می شود. در حالت جر، در حالت مجرور با یا نوشته می شود. چی طور؟ به مثلا ابیک، اخیک، ابیک، اخیک، حمیک، فیک، ذی مالین، صاحب مال، ذی مال. ببینید حالت یا، همش با حالت یا شد. برای چی؟ برای در حالت جر هست، یعنی در اولش حرف جر بیاد یا مضاف بیاد که این مضاف الیه که شد، انا همین طور به یا نوشته می شود. این را بسیار متوجه باشید دوستان، این بسیار در زبان عربی مهم هست. این خودش گراماتیک است. همین چیزایی که از گفتیم همین گراماتیک است. همین را اگر که شما که دانستید دیگر زبان عربی را به خطا میتونید که بخوانید. پس این معناهاش است، یعنی این اسمای خمسه میگن و حالتایش رو هم گفتیم. و همچنین فراموش نشود که ذو به زبان فارسی تاجیکی دو نمود ترجمه کرده می شود. ذو یکی معناش به معنای صاحب یا دارایی، داری. مثلا یکی ذو مالین یعنی که صاحب مال، یعنی که دارای مال، دارای مال یعنی مال دارد، صاحب مال یعنی که مال دارد. ببینید به معنای داشتن، صاحب شدن. برای خود در زبان تاجیکی دو ترجمه می شود ذو، صاحبی یعنی صاحب شدن یا دارایی، دارایی. پس این بود موضوع درس. معذرت زیاد میخوام که موضوع درس خیلی طولانی کشید، اما هر کسی که زبان عربی تعلیم گرفتنی هست حیات همین است، باید صبر کنید و اکنون چیزا را بنویسید و حفظ کنید. پس این سه موضوع درس را گفتیم و سه موضوع را در ذهنتون داشته باشید که این سه موضوع در زبان عربی بسیار 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 مهم هست، باید بدانید. میگذاریم به درس خودمون، در اون چیزی که در اینجا نوشتگی است. میگه که الدرس الاول، درس یکم از مستوای دوم، از کورس دوم. هاشم میگوید که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مدرس استاد جواب میدهد که و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. پس این شد جواب مدرس. هاشم میگوید کیف حالک یا استاذ. من آخری کلمه ها را جای ایستم بکنم حرکت میمونم، اصلا در زبان عربی باید حرکت نمونی، اما حالا برای تعلیم کی هست، برای خاطر من حرکت رو میمونم. اصلا باید بگم که کیف حالک یا استاذ، زال باید ساکن بکنم، لیکن برای فهمیدن شما من باید حرکت چه بمونم تا اینکه یاد بگیرید. وقتی یاد که گرفتید، وقتی گپ زدید، شما حرکت آخری کلمه را دیگر که جدا که ایست میکنید آخرش حرکت چه نتید، ساکن بمونید، خلاص. زبان عربی همین رو تقاضا میکند و طلب میکند. بس ببینید میگه کیف حالک یا استاذ، یعنی چی طور هست حال تو ای استاد. ای استاد حال تو چی طور است، چی طور است، چی جور هست یا چی خیل است. کیف حالک یا استاذ یعنی که حال تو چی طور است ای استاد. اما با تاجیکی ما و شما بگیریم، ما استاد رو تو نمیگیم، شما میگوییم. در زبان عربی اگر یک کس باشد که یک کس است، کم جمع است، یا کما باشد دو کس می شود. اما در زبان تاجیکی ما و شما که کلان را احترام میکنیم، همچون فرهنگ شدگی هست که شما میگوییم، پس در ترجمه میتونیم ما بگیم که چطور است حال شما استاد. لیکن ما باید بدونیم که حالک، حال تو یک کس است، لیکن همچون از برای احترام حال شما استاد گفته ترجمه کنیم خوب تر هست. ببینید لعلک بخیرین. اکنون موضوع درس ما
لعل آمد. ببینید ما گفتیم که این لعل اینها از حروف مشبهه به فعل میگویند. اینها را در اول مبتدا و خبر میدراید و مبتدا را برای خودش اسم میگیرد، خبر را برای خودش خبر میگیرد. و ببینید لعلک بخیرین درجه چی ترجمه میکنیم؟ درجه امیدوارم ترجمه میکنیم یا میترسم؟ چی ترجمهش کنیم؟ این قرآن نیست که ما بگیم که این دو معنی قطعی نمیاد. کلام عربی، زبان عربیه، یعنی غیر قرآن و سنت که باشد در این صورت ما دو معنی قطعی گفته میگیریم. برای ترجی یعنی امیدواری، یا توقع یعنی که ترسیدن، ترس. این با کدام معنی میگیریم؟ لعلک بخیرین، لعل را درجه به معنای امیدواری میگیریم. میگیم که امیدوار هستم تو خوب هستی. برای چی؟ برای بخیر کلمه خوب هست. کلمه خوب باشد گفتیم میگیم که لعلک بخیرین، یعنی که امیدوار هستم که تو خوب هستی. اما اگر در همجا یک کلمه ناخوش بمونیم، مثلا بگیم که لعلک حزینون، لعلک حزینون، پس معنیش میشه که نمیگیم که امیدوار هستم که تو ضیق هستی. این طور نه. در اینجا ببینید همین کلمه است لیکن معناش دیگر شد. برای حزین غمگین کننده است. میگیم که در اینجا ترس به معنای ترس میگیره. میگیم که میترسم که تو ضیق هستی. این رو بسیار اهمیت بدید دوستان. ترجمه ده بسیار براتون فایده میدهد. قرآن و سنت رو یا زبان عربی رو وقتی که میخونید ترجمه میکنید انسان گوش کننده لذت میبرد اگر این فرقیت رو بروید. ببینید لعلک بخیرین گفتید یعنی که امیدوار هستم که تو خوب هستی. اما بگویی که لعلک حزینون یعنی که امیدوار هستم، معذرت بخوام، یعنی که میترسم که تو ضیق هستی، غمگین هستی. بسیار این چیز را اهمیت بدید. پس لعل در اینجا در اعراب میگیم که لعل از حروف مشبهه است و که که میبینید لعل که ضمیر متصل هست. ضمیر متصل است در محل نصب اسمی لعل هست. بخیرین با زایده است، خیرین اسمی محلا مجرور، معذرت میخوام لفظا مجرور است و محلا مرفوع هست. اصلا لعلک خیرون باید باشد. بخیرین در اینجا با زایده است و خیرین محلا در لفظ خیرین آخرش کسره است لیکن در محل مرفوع است به خاطر اینکه خبری لعل هست. خبری لعل مرفوع می شود. خبر مرفوع بود، همچنین خبری حروف مشبهه که 6 تا گفتیم خبر اینها مرفوع می شود. این چیز بسیار اهمیت بدید. و کافی که دیدیم در اینجا لعلک، اصل لعل از حروف مشبه است لیکن که این ضمیر است، ضمیری مخاطبی متصل هست. این را در ذهنتون خوب داشته باشید. این ضمیر میشود ضمیری مخاطبی متصلی باریز میگفتیم. یادتون هست کورس یکم برای مخاطب کورس یکم خوب حفظ کنید بعد دادیم بگذارید که در اینجا عذاب میکشید اگر کورس یکم ندانید. مدرس میگوید الحمدلله. الحمدلله یعنی که حمد و ستایش الله را، یعنی که الحمدلله خوب هستم، حمد و ستایش الله را که خوب هستم. و کیف حالک انت یا هاشم، میگوید و چی طور است حال تو ای هاشم. حالک، حال تو با انت را میارد. وقتی که یک کس را با این پرسد میگه کیف حالک، تو میگوی الحمدلله. با در جواب نمیگوی که کیف حالک، با تا همینطوری نمیگوی. یک کلمه انت را با قش میکنه در آخرش. وقتی یک کس یک عرب شما را بپرسه بگه کیف حالک، شما میگوید که الحمدلله بخیرین. و کیف انت، و کیف انت، یا که میگوید که و کیف حالک انت، انت را در آخرش قش میکنه. وقتی که اول او بپرسد و دوم شما جواب بدهید. دوم شما با پرسیدنی که باشید در آخرش انت را قش میکنید، همراه میکنید. این را در ذهنتون داشته باشید. و کیف حالک انت یا هاشم، یعنی که و چی طور است حال تو ای هاشم. و چی طور است حال تو ای هاشم. هاشم جواب میگوید که انا، استاد میگوید، استاد باز هاشم میگوید که انا احبک کثیرا یا هاشم. میگوید که انا احبک، من دوست میدارم تو را، کثیرا بسیار زیاد،
بسیار دوست می‌دارم میگوید یا هاشم ای هاشم انا احبک کثیرا یا هاشم من تو را بسیار دوست می‌دارم ای هاشم. اگر زن رو بگوید میگه که انا احبکی کثیرا مثلا یا فاطمه تو من تو را بسیار دوست می‌دارم ای فاطمه یا نام زن هر کسی باشد گفتنی که باشد پس اون را نامش را میگیرید لیکن احبکی میگوی احبک نه احبک ضمیر متصلی منصوبی ضمیر متصل هست و بارز هست و در حالت نصب است یعنی که مفعول به است. در دوامش میگوید که انک طالب ذکی و مجتهد و ذو خلق. میگه انک ببینید این در اینجا همون 6 معنایی که در بالا گفتیم در اول گفتیم همون 6 معنی را کدامش که بتی میشود انک میشود بگویی که واقعا تو طالب ذکیون واقعا تو شاگردی زیرک هستی شاگردی هوشیار هستی یا شاگردی میفهمیدگی هستی میفهمی زود. ببینید واقعا یا میشود بگویی که همانا تو شاگردی زیرک هستی یا هر آینه تو شاگردی زیرک هستی یا بدرستی که تو شاگردی زیرک هستی یا به تحقیق تو شاگردی زیرک هستی یا این است جز از این نیست که تو شاگردی زیرک هستی. همش معناش یک است فهمو همین یک تاشر رو میگوید خلاص. اما حالا برای تعلیم که هست برای خاطر من 6 تا را ذکر کردم 6 معنا رو. میگه که انک طالب ذکیون میگه تو هر آینه تو شاگردی زیرک هستی و مجتهدون و کوشش کننده هستی و مجتهدون این صفت دوم برای طالب هست عطف به جای ذکی است یعنی صفت دومش است یعنی مجتهد یعنی کوشش کننده و ذو خلق ذو ما گفتیم که به دو معنا می آید به معنای صاحب یا به معنای دارایی. میشه در اینجا بگوید ذو خلق یعنی که تو دارای خلق هستی یا تو صاحب اخلاق هستی اخلاق حمیده داری خلق نیک داری ذو خلق یعنی صاحب اخلاق. پس در اینجا در اعراب میگیم این از حروف مشبهه به فعل است و کاف که هست که در محل نصب میگیم اسم این است میگه ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل نصب همین طور به تفصیلش همین طور میگیم فی محل نصب اسم این و طالبون که باشد در اینجا طالبون چه اعراب میکنیم طالبون اعرابش در میگیم که خبر این خبر این نش میگیم مرفوع علامت رفع ضمت ظاهره فی آخری. ذکیون صفت طالب است طالبون با موصوف است ذکیون صفت برای طالب است و مجتهدون واو عاطفه است مجتهدون عطف به جای ذکیون هست. ذکیون را ببینید آخرش فتحه دارد آخرش ضمه دارد مجتهدون هم آخرش ضمه میگیرد و ذو همچنین عطف به جای ذکی هست. ببینید ما گفتیم که در حالت رفع ذو اسماء خمسه به واو می آید ذکیون آخرش ضمه هست مجتهدون آخرش ضمه هست ذو این ضمه ندارد آخرش کو ضمه میگیم علامت مرفوع است علامت رفعش چی است واو هست واو علامت رفعش است یعنی بجای ضمه انا همین واو هست بگم برای چی میگیم که زیرا که از اسماء خمسه است یعنی 5 تا اسمی هست که در حالت رفع با واو میآید که در اول گفتیم شه ابوک اخوک حموک فوک ذو خلق یا ذو مال و ذو لیکن به معنای باید صاحب باشد و به معنای دارایی باشد. بعد ذو را مضاف میگیم و خلقین مضاف الیه همه وقت بعد ذو مضاف الیه میآید این را فراموش نکنید ذو که از اسماء خمسه است همه وقت بعدش مضاف الیه میآید بعد ذو کلمه میاد کسره بخونید اگر حرکت هم نداشته باشد بگید که ذو خلقین انا باید ذوی دیگر داریم از به معنای الذی هست اون در جای خودش بیانش میکنیم لیکن ذو به معنای صاحب باشد اگر از اسماء خمسه باشد اگر به معنای صاحب میشود و علامت رفعش با واو میشود. میگه که انک طالب ذکیون و مجتهد و ذو خلق میگه تو هر آینه تو
شاگردی زیرک هستی و شاگردی کوشش کننده هستی و شاگردی صاحب اخلاق هستی. نه واوی که عطفش میگیم علمی کلمه طالب تکرار میکنید و مجتهد میگید که و طالبی کوشش کننده هستی و ذو خلق میگید که و طالبی یعنی دانشجوی صاحب اخلاق هستی. علمی واو علمی کلمه طالبی که هسته همون را در جاش ترجمه کردن میگیرید. یه را واوی عاطفه میگوید عطف میکند به قبلش. در دوامش میگوید که امین پاکستان انت ام من الهند یا هاشمو. میگوید که آیا از پاکستان هستی تو یا از هندوستان ای هاشم. یعنی که هاشم میپرسد که تو از پاکستان هستی یا که از هندوستان هستی. ببینید در اینجا ای چی هست؟ استفهامیه برای تسویه است. یعنی که باید از دو تایتش اختیار کنی. من پاکستان انت ام من الهند یا هاشمو. یعنی که آیا تو از پاکستان هستی تو یا از هندوستان هستی ای هاشم. از کدامش هستی تو؟ نمیشه بگویی که ها یعنی نعم یا لا نه، نمیشه این چیز. باید یادش بگی پاکستان یا بگی که هندوستان. برای خاطر میگن همزه استفهام لتعیین یا که همزه استفهام برای چی است؟ لتسویه. لتعیین یا لتسویهش میگن این را. یعنی که برای تعیین کردن هست. باید معین کنی کدامشه یادشه. ها و نه قطعی گپت پره نمیشود. مثلا یک استرا بپرسه بگه که من تاجیکستان انت ام من ازبکستان. وقتی شما رایت پرسان شود شما نمیگید که نعم بله یا لا نه، اینطور نمیگید. شما میگید انا من تاجیکستان، من از تاجیکستان هستم، یا میگید که انا من ازبکستان، من از ازبکستان هستم. نمیتونید که ها یا نه بگید. با تاجیکی هم یک از شما را بگید که برادر تو از تاجیکستان است یا از ازبکستان. تو نمیگی که ها یا نه، نمیگوی. میگوی از ازبکستان هستم یا میگوی از تاجیکستان هستم. به مثل همین است. همین همزه را همزه استفهام است. در گذشته خوانده بودیم. لیکن این همزه استفهام برای تسویهش میگن یا برای تعیینش میگن. این در ذهنتون داشته باشید. هاشم جواب میدهد که اینی من الهندی. اینی من الهندی. میگوید که واقعا من از هندوستان هستم یا به درستی این که من از هندوستان هستم. ببینید اینی این نه همون از حروف مشبهه به فعل است. از حروف مشبهه به فعل این همین این نه است. فهمو این نه. از در بالا خواندیم که گفتیم با 7 با 6 معنی میآید. این همون است. این یایی که در آخرش میبینید اینی این یای چی است؟ یای ضمیری متکلم است. ما شما در گذشته میخوندیم نه کتابی در کورس یکم این چیزا را بسیار خونده بودیم. کتاب من ضمیری متکلم دو تا بود نه؟ کتابی کتاب من یا کتابونا کتاب ما مفرد یا جمع مذکر و مؤنث یک بود. برای مخاطر اول درس کورس یکم خوب یاد بگیرید بعد دوم بگذارید که در اینجا عذاب میکشید. اینی میگوید که هر آینه من من الهندی از هندوستان هستم. اینی هر آینه من میگوید من الهندی از هندوستان هستم. ببینید در اعراب میگوید این نه اینی از حروف مشبهه و یا یکی هست ضمیری متصل مبنی علی السکون فی محل نصب اسم این نش میگوید. اسم این نه من الهند جار و مجرور متعلق به کائنون خبر این نمیگوید. اول همین را شما ببینید در درس گذشته ما میخوندیم که انا من الهندی من از هندوستان هستم. میگفتیم که انا مبتدا هست. من الهندی جار و مجرور متعلق به کائنون خبر هست. یا تنها هست در کورس یکم همین گپا را میگفتیم. پس در اونجا مبتدا و خبرش میگفتیم. لیکن این که در آمد این نه اینی این نه و ان که در آمد در اولش در این صورت ما میگیم که مبتدا را میگیم که اسم این نه همون انا بود کو اینی همون انا هست. یا که میبینید ضمیری متصل هست. انا ضمیر منفصل هست. جدا که نویسیم انا می نویسیم. در یک چیز که چسباندیمش در این صورت یا را می نویسیم. معنای انا و یا هر یک است. نه اینی هر آینه من یا انا من هر من شد. لیکن برای چی در اینجا ما این نه انا نگفتیم؟ به خاطر اینکه این نه طلب میکند که ضمیر به این بچسبد. یعنی آهن ربا دارد که ضمیر به خودش میکشد. میگه بچسبان. اگر نچسباندی تو غلط میکنی. باید بچسبانیش.
این انا اصلش، لیکن اینی میگوی، یعنی که هر آینه من من الهندی از هندوستان هستم. بسیار با دقت باشید. مدرس میگوید که و زمیلک الذی خرج معك الان من الفصل اهو ایضا من الهندی. میگوید که و زمیلک و همدرس تو الذی خرج معك الان، همون رفیقت کی، یا زمیلک الذی رفیق تو کی، الذی را کی ترجمه کنید، رفیق تو کی برآمد همراه تو حالا از صنف، اهو ایضا من الهندی، آیا وی همچنین از هند است؟ انا اکنون در اینجا حرف استفهام هست، همزه استفهام است. استفهام برای تسویه است؟ نه، حرف استفهام است تو خلاص. حرف استفهام برای تسویه باشد یا برای تعیین باشد هر یک معنی دارد. برای تسویه و برای تعیین باشد اگر در این صورت لا یا نعم قطعی جواب دادن نمیتوانیم، باید شب بگوییم، اختیار کنیم. اما حرف استفهام خالی باشد اگر در این صورت میتونیم که یا ها بگیم یا نه بگیم. ببینید در اینجا میگه که اهو ایضا من الهندی، آیا وی همچنین از هند است، یا آیا وی نیز ایضا به دو معنی میشود، نیز یا همچنین، یعنی که آیا وی همچنین از هند است. در جواب ببین چی جواب داد. هاشم میگه که لا، نه. معلوم شد که همزه در بالا اهو، یعنی در اینجا چی نبوده است؟ همزه استفهام برای تسویه نبوده است، همزه استفهام خالی بوده است. در درس‌های گذشته میخوندیمش. میگه لا، نه. جوابش داد، نه گفت. انه من پاکستان، میگه که وی هر آینه وی از پاکستان است، یا به درستی این که وی از پاکستان است. این نه به درستی که همون شش معنی رو یادش بدید. این نه به تحقیق هو وی در سال گذشته خونده ضمیر متصل غائب مفرد گفته بودیم، نه هو، یعنی هو وی. هو ضمیر غائب منفصل هست، جدا نوشته می شود، لیکن هو این ضمیر متصل غائب هست، برای مفرد مذکر هست. انه یعنی بدرستی این که وی من پاکستان از پاکستان است. پاکستان را برای چی آخرش کسره نکردیم؟ در اولش حرفی جر در آمدگی است، به خاطر آنه که پاکستان حروف بگیم علم غیر عربی هست و کسره را قبول نمی کند، غیر منصرف است. در دوامش میگوید که مدرس سوال میکند این ساعتک جمیلة یا هاشم امن الیابان هی، یعنی که این ساعتک، ببین میگوید که بدرستی این که ساعتی تو جمیلة زیبا است، یا هاشم ای هاشم، یا به تحقیق ساعتی تو زیبا است ای هاشم. ببینید این نه همون شش معنی رو یاد شمیتیم، از اخوات این نشد. ساعتک میگیم، ساعتو نمیگیم، ساعتک. ساعته برای چی ساعته آخرش ساعته منصوب شد، فتحه گرفت آخرش؟ به خاطر آنکه اسم این نه هست. این نه ساعته اسم این نه، جمیلتون خبر این نشد. اصلا هم این نه راز میگیره میپرتیم، این نه گویا که نیست. میگیم که ساعتو که جمیلتون یا هاشمو، ساعتو که میگیم، برای ساعتو مبتدا است، جمیلتون خبر هست. لیکن این نه را درآورده میگیم که این ساعتک، ساعتو بود ساعته شد، اول مبتدا بود حاضر اسم این نشد، نامش فرق کرد. نه اول مبتداش میگفتیم حاضر اسم این نش میگیم. جمیلتون اول خبر میگفتیم حاضر خبر این نش میگیم. این را بسیار متوجه باشید. امین الیابان هی، میگوید که آیا از یپانی است وی. ببینید امین الیابان هی یعنی که آیا وی از یپانی است. هی ضمیر است برمیگردد به ساعت، یعنی که آیا از یپان است. ساعت یعنی که مدل یپانی است. ببینید در اینجا همزه استفهام است، استفهام برای تسویه نیست. همزه استفهام که است، برای همین خاطر
در جواب میگوید که لا، نه، انها من الهندی، میگوید نه، بدرستی این که همون ساعت از هند است، یعنی که مدل هندی است. انها، این از اخوات این است، همون 6 معنی یا تاش رو میتید. در این میگه مثلا میگه که واقعا، این واقعا، ها ضمیر است برمیگردد به ساعت، انها یعنی واقعا همین ساعت من الهندی از هندوستان است. ببینید انها ها ضمیر است، ضمیری غائبی مفرد مؤنث است. اهمیت بدید ضمیرها را در درس ها گذشته گفتم، حفظ کنید، باید در ذهنتون باشد تا آخری درس های زبان عربی. هر کجای که زبان عربی را میخونید ضمیرها می آید، مبتدا می آید، خبر می آید، اسم این می آید، خبر این می آید، مضاف، مضاف الیه می آید، حروف جر، خلاصه همین چیزی که خواندید در زبان عربی دائمی و میخرید. برای همین خاطر اینها را بسیار اهمیت بدید. وقتی که میخونید کار کنید بالای این خواندگیاتون. میگه انها من الهندی، واقعا همون ساعت میگه از هند است، یعنی که مدل هندگی است. مدرس میگوید که اغالیتون هی ام رخیصتون، میگه که آیا گرانبها است، هی وی یعنی ساعت، آیا گرانبها است همون ساعت، ام رخیصتون یا ارزان است، ام یا، او یا ام یا همچنین. ببینید در اینجا حرفی همزه استفهام است. همزه استفهام خالی نه، چی؟ همزه استفهام برای تسویه است. در جوابش نمیشه بگویی که لا یا نمیشه بگویی که نعم. ببینید غالیتون هی ام رخیصتون، یعنی که آیا قیمت است وی ساعت یا ارزان است. رخیصتون ارزان. جوابش را ببینید، در جواب هاشم نمیگه که نعم یا نمیگه که لا، ها و نه نمیگه. چی میگه؟ میگه که انها رخیصتون جدا، انها رخیصتون جدا، میگه هر آینه همون ساعت ارزان است خیلی. انها هر آینه، ها ضمیری غائبی مفردی مؤنث است. پس میگه که انها یعنی که هر آینه همون ساعت رخیصتون ارزان است، جدا خیلی بنهایت. انها رخیصتون جدا، ساعت به نهایت ارزان است. انها بمئت روبیتی فقط، انها بمئت روبیت یا روبیتا، روبیتا هم بگه میشود بخاطر اینه که علم غیر عربی هست، غیر منصرف شم بگه میشه، ولی که درجه کسره موندگی است، میشه خیلی مضاف الیهش بگیریم. اگر روبیتین که گفتیم منصرف میشود، اگر روبیتا گفتیم غیر منصرف میشود یا ممنوع من صرف میشود، تنوین قبول نمیکنه، در حالت جرش فتحش میتیم. چطوره که درباره غیر منصرف، اسم های غیر منصرف درس گذشته خونده بودیم. به هر صورت میگه که انها بمئت روبیت فقط یا بمئت روبیت فقط، میگه که به تحقیق همون ساعت 100 روبیه است. بس روبیه سومی هندوستان است، روپیه چقدر همون سومانی است، اونها روپیهش میگن، یعنی که 100 روپیه بوده است، 100 سومی هندگی بوده است، ارزان بوده است، یعنی 100 سومی هندگی بوده است. میگه انها بمئت روبیه فقط، یعنی که همون ساعت 100 روپیه است و بس. بیره ترجمه نمیکنید یا بیره بی عوضش میگیرید. در ترجمه میگه که هر آینه همون ساعت برابر به 100 روپیه است، به 100 سومی هندگی است. فقط یعنی بس، به 100 سومی هندگی است و بس. همینطور ترجمهش میکنید. انها بمئت روبیه فقط، یعنی که هر آینه همون ساعت برابر به 100 روپیه است و بس. فقط رو بس ترجمه میکنید. مدرس میگه که کم اخن لک یا هاشم، یعنی چند برادر داری تو ای هاشم. ببینید اخن برای چی آخرش منصوب اومد؟ کم اخن. در اعراب چی میگفتیم این را؟ کورس یکم در یادتون هست، ما گفتیم بعد کمی استفهامیه ما دو نمود کم داریم، نه کمی استفهامیه داریم، کمی خبریه. اینجا کم استفهامیه است.
بعد کم استفهامی هم ما چی میخونیم؟ منصوب میخونیم. برای چی منصوب میخونیم بعد اینا کلمشه؟ برای اینکه تمیز است. کم اخن، اخن تمیز است. این را اهمیت بدید. در سال گذشته در کورس یکم گفته بودیم کم اخن لک یعنی چند برادر داری تو یا هاشم ای هاشم. هاشم میپرسد که چند برادر داری. هاشم میگوید که لی ثلاثه اخوه، لی ثلاثه اخوه، میگوید که سه برادر دارم. ثلاثه برای چه آخرش ته تانیث گرفت؟ در سال گذشته را در یادتون بیارید کورس یکم را گفته بودیم که از 3 تا 10 اگر معدود مذکر باشد عدد مؤنث می شود. اینجا اخواتی را ببینید معدود است و مؤنث است، برای مذکر هست، برای میخواد ثلاثه مؤنث آمدگی است. همون در سوی گذشته است. لی ثلاثه اخواتین میگه که دارم من 3 برادر. لی دارم من، لی ثلاثه اخواتین یعنی که 3 برادر دارم. المدرس مدرس میگه که اطلابهم، اطلابهم میگه که آیا طلب، آیا دانشجو هستند آنها؟ آیا طلابون یعنی دانشجوی ها هستند، هم آنها، آیا دانشجوی ها هستند آنها. اینجا در حرف استفهام است. حرف استفهام برای تسویه نیست، برای تعیین نیست، حرف استفهام است و بس. برای خاطر لا یا نعم قطعی میشه و جوابش بتید. ببین هاشمون، هاشم میگه لا، میگه نه، یعنی که آنها دانشجو نیستند. اینهم تجارون میگه واقعا آنها بیزنسمن هستند، یا بدرستی که آنها تجارون بیزنسمن ها هستند. تجارون اینجا در تجارون در اعراب ما چه اعرابش میکنیم؟ میگیم که خبر اینه، اینه هم ضمیر اسم اینه است، تجارون خبر اینه است. این اعراب را در ذهنتون داشته باشید. المدرس، مدرس با سوال میکند، میگه که و کم اختن لک، یعنی که چند خواهر داری تو؟ اختن همچنین تمیز است، کم کم استفهامی است، اختن تمیز است. و کم اختن لک یعنی چند خواهر داری تو؟ لک داری تو، کم اختن لک چند خواهر داری تو؟ هاشم جواب میده، میگه که لی 4 اخوات، میگه که 4 خواهر دارم. لی یعنی دارم من، 4 اخوات 4 خواهر. 4 برای چی مؤنث نیامد؟ 4 نگفتیم؟ به خاطر اونه که معدود اخوات مؤنث است. اگر معدود مؤنث باشد عدد ما مذکر میگفتیم. از 3 تا 10 اگر معدودش مؤنث باشد عددش مذکر میشه، لیکن معدود ما جمع میاره. ببینید لی 4 اخوات میگوی، لی 4 اخین نمیگوی، اخوات جمع قطعی بیاری. از 3 تا 10 را بعدش معدود را که میاری با صیغه جمعش میاری. این را به تفصیل در کورس یکم در بورش صحبت کردگی هستیم. المدرس، مدرس با سوال میکند افی الهند هن الان، افی الهند هن الان یعنی که آیا در هندوستان هستند؟ هن این ضمیر است. ضمیر چی است؟ ضمیر غائب جمع مؤنث است. هن یعنی که ویها زنها، یعنی خواهرهاش پرسیدی سی. هن یعنی که افی الهند هن الان یعنی که آیا در هندوستان هستند آنها حالا، یعنی حاضر در هندوستان هستند. خواهرهاش پرسیدی سی، برای خاطر هن را استفاده برده سی. هن ویها زنها. در جواب چی میگه؟ هاشم میگه لا، میگه نه، انهن هنا بالمدینه المنوره مع ابی و امی. میگه که نه، لا یعنی که نه، انهن میگه واقعا همونها، یعنی زنها، خواهراشو در نظر دارد، واقعا همونها. میگه هنا اینجاست، بالمدینه المنوره. در کورس یکم دایتون باشه ما گفتیم بی در بعض جواب به معنای فی میآید، در اینجا به معنای فی است. میگه که اینجا بالمدینه المنوره، نمیگه به شهری به مدینه منوره، میگه در مدینه منوره است، به معنای فی ترجمهش میکنید. میگه که انهن هنا بالمدینه المنوره، یعنی که همون هر آینه همون زنها اینجا در مدینه پیامبر هستند. مدینه المنوره یعنی که مدینه
پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی در شهر مدینه هستند. مع ابی میگه همراه پدرم، ابی پدری من. پس در ترجمه میگه که مع ابی یعنی همراه پدرم و امی و همراه مادرم. واوی که است واو عاطفه است، برای هم خاطر باز همراه را ترجمه میکنید، میگوید که مع ابی یعنی که همراه پدرم و امی و همراه مادرم. این را خوب اهمیت بدید. المدرس، مدرس میگوید که اطالبات هن یعنی که آیا شاگرد دخترها هستند آنها، یعنی آیا همون خواهرش پرسیده است که آیا آنها دانشجو هستند. اطالبات هن، در اینجا حرف استفهام است، استفهام برای تسویه نیست، استفهام خالی است، جایز است که لا یا نعم قطعی جواب بدید. اطالبات هن یعنی که آیا شاگرد دختر هستند آنها. هاشم در جواب میگه لا، میگه نه، انهن مدرسات بالمدرسه الثانویه. میگه که لا، نه میگوید انهن مدرسات، هر آینه میگوید همونها یعنی خواهرهاش میگوید هر آینه آنها استاذه هستند. بالمدرسه الثانویه بیده به معنای فی است، در اینجا هم میگه که در مکتبی میانه. بالمدرسه به مدرسه نمیگید، فی مدرسه یعنی در مدرسه میانه. تمارین، اینجا تمارین در بالا آمدگی خطا آمدگی است، اصلا باید اون نوشته نشد، به خاطر اینکه سرخ کته کده نوشتگی است، اون زیادی آمدگی است، اون را اهمیت ندهید. پس این بود گفتگو. اکنون میگذاریم بعد تمرین. تمرینی درس امروزه ما و شما، درس یکم از کورس دوم. تمارینو یعنی که تمرین ها، یعنی که مشق ها. تمرین رقم 1 میگه که اجیب عن الاسئله الاتیه، یعنی که جواب بده از سوال های می آمدگی، یعنی که سوال های می آمدگی را جواب بده. اکنون این سوال ها را می خوانیم، شما خودتون باید به عربی جواب بدید، به تاجیکی نه. در بالا چیزی که خوندیم اونها در یادتون اول خوب کرده، بالا را می خوانید، چند بار به مثل از یاد برای از یادش میکنید. پس این تمرین رقم 1 می خوانید و خودتون جواب دادن میگیرید. ببینید میگه رقم 1 رو ببینید، میگه من این هاشمون یعنی که از کجا است هاشم. پس هاشم از کجا بود؟ پس میگه که هو من الهندی یعنی که وی از هندوستان است. یا میشد این را در اولش بدارید، میگه که انه من الهندی یعنی بدرستی این که او از هندوستان است. یا که میشه بگه که هو من الهندی یعنی ضمیر غایب باید بیارید، برای که در پیش تو نیست، یا آدمی در پیش تو نیست، در غایب است، در پیش تو نیست، ضمیر غایب استفاده برید. رقم 2 را ببینید، ایحبه المدرس یعنی که آیا دوست می‌دارد هاشم را المدرس یعنی که استاد. ایحبه یعنی که آیا دوست می‌دارد، هو ضمیر است، ضمیری مفردی مذکری غائبی متصل هست و بارز هست. یادتون هست این کلمه ها، باید اینها همه وقت در یادتون باشد. ایحبه آیا دوست می‌دارد وی را المدرس یعنی استاد، یعنی که هاشم استاد دوست می‌دارد. اینجا در حرفی چی است؟ استفهام است. پس شما میتونید لا یا نعم قطع جواب بدید. استفهام برای تسویه نیست، استفهام خالی است. اگر در بالا خونده دوست بداره میگه که نعم، یحبه میگید. اگر دوستش ندارد میگید که لا یحبه. رقم 3 من این ساعته، من این ساعته یعنی از کجا از ساعت وی، یعنی مدل ساعتش کجا است. من این از کجا است یعنی مدلش کجا است. ساعته ساعت وی، برای چی ساعتو گفتیم؟ برای اینکه مبتدا مؤخر است. من این خبر مقدم است، ساعتو مبتدا مؤخر هست، برای خاطر ساعتو میگیم. ساعته بگیم، ساعتی بگیم خطا است. ساعته ساعت وی. پس ساعتش از کجا بود؟ پس میگویید. رقم 4 بکم هیه. بکم هیه یعنی که چند سوم است وی. بکم بی برای عوض است، برای بیان کردن سعر است، یعنی که بکم یعنی به عوض چند سوم است وی. بکم یعنی به عوض چند است. هیه وی ضمیر است برمیگردد به ساعت.
یعنی چند سوم است ساعت؟ بکم هیه، برابر به چند سوم است ساعت؟ یعنی نرخ ساعت چند است؟ رقمی 5 چنده که بود او را شما خودتون باید جواب بدید، تمرین خودتون کار میکنید. رقمی 5. کم اخن لهو، یعنی چند برادر دارد وی؟ لهو دارد وی. کم اخن چند برادر، کم اخن لهو یعنی چند برادر دارد وی، یعنی هاشم چند برادر دارد؟ چند تا بود می نویسید، یعنی جواب میتید به زبان و قاعده را رعایت میکنید. اگر که برادرش گفتنی که باشید عدد مؤنث بیارید، مثلا میگه که ثلاثه یا اربعه یا خمسه مؤنثش میارید، چند تا که بود او را میارید خطون و جواب میتید. رقم 6. کم اختن لهو، یعنی چند خواهر دارد وی؟ کم اختن چند خواهر، لهو دارد وی. کم اختن لهو یعنی چند خواهر دارد وی، یعنی که هاشم وی، هاشم اشاره کردی که ضمیر است، جای نشین است، به هاشم بر میگردد. میگه کم اختن لهو یعنی چند خواهر دارد وی. هاشم چند خواهر داشت؟ پس ببینید خواهر مؤنث است، از 3 تا 10 را گفتنی باشید باید عدد مذکر بیارید. مثلا میگه ثلاث اخوات، 3 خواهر، یا که 4 5 6 7 8 8 9 10. خلاصه چیکار میکنید؟ مذکر میارید، عدد و معدود مؤنث میارید برای خواهرش پرسیدید و بس صیغه جمع میارید، از 3 تا 7 باشد، از 3 تا 10 باشد. رقم 7. این اخواته، یعنی که برادرهاش در کجاست؟ اخواته معذرت میخوام خواهرهایش، برای اخوات جمع اخته، اختون خواهر، اخواتون خواهرها. این اخواته یعنی خواهرهاش در کجا هست؟ پس در کجایی که بود شما جواب میتید. پس این تمرین رقم 1 است، را شما خودتون باید کار کنید. میگذاریم بعد تمرین رقم 2. در تمرین رقم 2 میگه ضع هذه العلامه صح، صح یعنی صحیح درست، امام الجمل الصحيحه، و هذه العلامه اكس كلاس یعنی خطا، خطوره، امام الجمل التي ليست صحيحه. میگه که ضع یعنی بگذار، بنویس، هذه العلامه صح، همین علامت صحیح رو، یعنی پتیچکا بمون، پتیچکا بمون یعنی که علامت صحیح بمون. امام الجمل الصحیحه یعنی در پیشی جمله های صحیح، در پایان چند جمله را میارد، کدامش صحیح هسته در همون جا میگه تو علامت بمون، صحیح باشد بگیر پتیچکا بمون، اگر که خطا باشد اکس بمون، یعنی علامتی خطا بودن. و هذه العلامت میگه این علامت رو درون قوس رو ببینید اکس کرده است، یعنی خطا. امام الجمل التي ليست صحیحه، در پیش جمله هایی که صحیح نیستند، جمله هایی که صحیح نباشند در پیش رو میگه علامت خطا را بمون. در بالا که ما خواندیم اکنون در اینجا همونها را با سوال میتید. ببینید رقم 1 رو ببینید، حمزه الف میگه که هاشم طالب کسلان، یعنی که هاشم دانشجوی تنبل است. کسلانو تنوینش نمیتیم به خاطر اینکه غیر منصرف است. هاشم طالب کسلانو یعنی که هاشم شاگردی تنبل است. هاشم مبتدا است، طالبون خبر است، کسلانو صفتی طالب هست. پس همین صحیح است یا خطا؟ در بالا ما خوند بودیم که هاشم کسلان بود یعنی که تنبل بود و بالا را یک بار دیگر نگاه میکنید، اگر که صحیح باشه در اینجا علامت صحیح را پتیچکا میمونید، اگر خطا باشه در اینجا خطا مینویسید یا در دفترتون مینویسید این چیز رو. بیره ببینید اکنون در برش میگوید که هاشم طالب مجتهد، یعنی که هاشم دانشجوی کوشش کننده است. هاشم دانشجوی کوشش کننده است. پس در اینجا همین کلمه درست است یا خطا؟ یعنی که در بالا ما خوندیم که هاشم کوشش کننده هست یا نیست. اگر کوشش کننده که باشد بنویسید که صح، یعنی که صحیح میمونید، علامت صحیح. اگر کوشش کننده نباشد علامت خطا میمونید. رقم 2 الف یعنی که یکمش، ساعته رخیصه، ساعته یعنی ساعت وی، ساعتو برای چی ساعتو گفتیم؟ برای اینکه مبتدا است، مبتدا مرفوع می شود. ساعته رخیصه، برای چی رخیصه گفتیم؟
به خاطر اینکه خبر هست، خبر مرفوع می شود. ساعته رخیصتون، یعنی ساعت وی ارزان هست. همین کلمه درست است؟ ساعتش ارزان بود یا قیمت؟ اگر ارزان باشد علامت صحیح را میموند که بله ارزان است. اگر قیمت باشد این کلمه خطا باشد اکس میموند که نه خطا است این کلمه. خلاصا بالا در خواندگی را در اینجا تطبیق میکنید. ب را ببینید در رقم 2 برابرش در باید ب دیوم قسمش. ساعته غالیتون، ساعته غالیتون یعنی ساعت وی قیمت است، گرانبها است. غالیتون قیمت، گرانبها. ساعته، ساعته مبتدا هست، ساعته با مضاف است و هو مضاف الیه. غالیتون خبر هست. ساعته ساعت وی یعنی ساعت هاشم غالیتون قیمت است، گرانبها است. آیا درست است ساعتش قیمت بود؟ در بالا ما گفتیم ساعتش قیمت یا ارزان. اگر قیمت گفته باشیم پس علامت صحیح را میمونید. اگر ارزان گفته باشیم پس در اینجا علامت خطا را میمونید. رقم 3 قسم یکمش. ساعته بألف روبیتین، ساعته بألف روبیتین یعنی ساعت وی برابر به 1000 روپیه است. روپیه سومی هندوستان. ساعت وی برابر به بی را برابر ترجمه میکنید یا در مقابل 1000 الف 1000 میگن 1000 روپیه است. ببینید ساعته بألف روبیتین یعنی که ساعت وی برابر به 1000 روپیه است. پس 1000 سوم بود، اگر 1000 باشد صحیح میمونید، اگر 1000 نباشد خطا میمونید. قسم 2 را ببینید میگه که ساعته بمئة روبیتین، ساعته بمئة روبیتین یعنی ساعت وی برابر به 100 روپیه است. ساعت وی برابر به 100 روپیه است. میعه گفته 100 را میگویند، روپیه روپیه. و در اینجا یک چیز دیگر هم یادرس بکنم. اگر یادتون باشد ما در درسای قسم کورس یکم خوندیم که از 3 تا 10 را بعدش معدود میآید به جمع میآید. یادتون هست میگفتیم که مثلا خمسه تو اقلامین میگفتیم، جمع میآوردیم یعنی 5 قلم ها. لیکن یک علاوگی من برای شما گفتگی بدم در کورس یکم که از 11 تا 99 را بعدش مفرد میآید لیکن منصوب میآید. مثلا گفتنی باشه که 15 قلم میگویی که 15 قلمن میگویی، قلمن. لیکن 5 اقلامین میگفتی، جمع میگفتی و آخرش کسره میکردی برای مضاف الیه بود. لیکن از 11 تا 99 را گفتیم بعدش مفرد میاد لیکن منصوب میاد، برای تمیز است. فهمو؟ با فراموش نکنید که بعد 100 و بعد 1000 مفرد میآید، مفرد میآید. ببینید در اینجا بألف روبیتین گفتیم، الف روبیه. بمئة روبیتین گفتیم، همچنین مفرد میاد لیکن مضاف الیه میآید. فهمو؟ الف اسم مجرور میگیم و روبیتین مضاف الیه میگیم. با الف مضاف میگیم، روبیتین مضاف الیه. یا بمئة را میعه را مضاف میگیم، روبیتین مضاف الیه میگیم. آخرش کسره میتیم. بعدی 1000 و بعد 100 کلمه‌ای که میآید، معدودی که میآید مفرد میآید و آخرش کسره میتیم، برای مضاف الیه هست. در یادتون بگیرید این حساب ها را. رقم 4 را ببینید. قسم یکمش میگه که اخواته بالمدینه المنوره. اخواته یعنی خواهرهای هاشم، خواهرهای وی جای نشین است از هاشم. خواهرهای وی بالمدینه المنوره، بی را گفتیم به معنای فی ترجمه میکنیم. خواهرهای وی در مدینه پیامبر هست. بالمدینه المنوره و النبویه، در شهری پیامبر هست. صحیح است یا خطا؟ اگر صحیح باشد علامت صحیح میمونید، اگر خطا باشد علامت خطا میمونید. ب را ببینید. قسم دوم 4 قسم دومش اخواته بالهندی یعنی که خواهرهایش، بی به معنای فی است، خواهرهایش در هندوستان است. اخواته بالهندی
یعنی که خواهرهای هاشم در هندوستان است. صحیح است یا خطا؟ اگر صحیح باشد علامت صحیح میمونید، اگر خطا باشد علامت خطا. این را شما خودتان باید کار کنید در دفترهاتون. کسی کتاب دارد میشود در کتابش کار کند، کسی کتاب ندارد در دفترش کار کند. در دفتر بنویسید، چند بارها بنویسید تا اینکه در ذهنتون بماند. میگذاریم بعد تمرین رقمی 3. تمرین رقمی 3 رو ببینید. میگه که تأمل ما یلی. تأمل یعنی که اندیشه کن، فکر کن چیزی که میآید. در پایان به مثل حساب برین بعضی چیزها را یعنی که جمع کرده و پلوس و مینوس کردگی هست. مینوس کردگی نیست، پلوس کردگی، جمع کردگی است. ببینید در اینجا اصلا تأمل ما یلی یعنی فکر کن چیزی که میآید. در اینجا اصلا برای ما و شما چی را یاد میتید؟ این را در ضمائر همراه کردن. اگر ما بخوایم که اینه که گفتیم با 6 معنی میآید که انا همون این را گفتیم از حروف مشبهه به فعل است. انا همون این را با ضمیر بچسبونیم چه خیلی میکنیم؟ ضمیر قطعی باید بچسبونیم. اینجا در خودش خوش شروع کرده کار کرده است. ببینید ایاکم شروع میکنیم. مثلا میگه این جمعی هو، این هر آینه، هو وی. اگر هر دمی را بخوایم بچسبونیم بگیم که هر آینه وی چطور میگیم؟ خودش کار کرده است. ببینید این هو، هر آینه وی. این هو نمیگیم، این هو ضمیری منفصل بود نه، هو را ضمیر متصل میکنیم. این هو ضمیر متصل است، هو ضمیر منفصل است. اهمیت بدید. این برای مفرد غائب مذکر بود. اینهم، این بعدش هم. دو کلمه را اگر ما گفتنی باشیم که بدرستی که آنها هر دوش چسباندنی باشیم چیکار میکنیم؟ میگیم که اینهم یعنی هر آینه آنها مردها. هم ضمیری متصلی، ضمیر منفصلی، جمعی مذکری غائب می باشد. هم یعنی که آنها در پیش ما نیست، غایب است. دیدی چه کار میکند؟ یعنی که چه میچسبوند. انا همین طور. این قطعی هی، هر جا جمع کردیم اینها میگیم. هی ضمیری منفصلی مفرد غائب هست، منفصل است. هی منفصل است، جدا نوشته می شود. اگر متصلش کردیم چسبوندیم هی را ها میکنیم. اینها یعنی هر آینه وی زن، اینها هر آینه وی زن. بعدش این هن، این را قطعی هن هر دوش چسبوندنی باشیم با این طریق مناسیم. ببینید این هن یعنی که هر آینه وی زنها، هن آنها زنها، یعنی که ضمیری متصلی جمعی مؤنثی غائبه می باشد. این ضمیر را در کورس یکم با تفصیل گپ زدگیم در بارشون. این انت، این را قطعی انت هر جا جمع کرده می شود اینک. انت ضمیری منفصل است. انت را ضمیر متصلش چی بود؟ که بود، که. پس این را در بعدش ضمیر که را قش میکنیم می شود اینک. اینک یعنی بدرستی این که تو مرد، یا اینکی باشد بدرستی این که تو زن. اینک هر آینه تو مرد. این همون 6 معنی را کدام شکل بتیم جایز است. این انتم، این انتم، این هر آینه انتم شما مردها. انتم ضمیری منفصلی جمعی مذکری مخاطب هست. اگر که ضمیری جمعی مذکری مخاطبی متصل بیاریم چی؟ انتم منفصل است، متصلش بیاریم کم هست. اینکم هر آینه شما مردها. همینطور ترجمهش میکنید. این انتی، این انتی یعنی که این هر آینه انتی تو زن. اگر که این هر چه جمع کردنی که باشیم میگیم که اینکی. انت ضمیری مخاطبه مفرد مؤنث است، انتی، و این منفصل هست. اگر متصلش کردیم کره میاریم، کی زن باشد کی. پس میگیم که این نه کی یعنی هر آینه تو زن. ضمیری منفصل میگیریم و در جاش ضمیر متصل میاریم. ضمیرهای منفصل و متصل
درس گذشته در کورس یکم خوب خواندگی بدیم و شما. این انتن، این هر آینه، این هر آینه، انتن شما مردها، ضمیری منفصلی مخاطب جمع مذکر هست. ببینید این منفصل هست. اگر متصلش کردیم اینجا انتن، معذرت میخوام من گفتم ضمیر جمع مذکر هست، مذکر مؤنث، جمع مؤنث هست انتن. و این کن، انتن ضمیر منفصلی جمعی مؤنث است. باید ما ضمیر متصل جمع مؤنث بیاریم. چی بود؟ کن. پس انتن را میگیریم، بعد این کن می نویسیم. میشه که این کن، یعنی به درستی این که شما زنها. بعد از این انا من. انا گفته بودیم که ضمیر متکلمی منفصل هست. متکلم منفصل جدا نوشته می شود. اگر متصل کی شد یا میاد یا. ببینید ایننی یا اینی هر دش جایز است. ایننی بگیم می شود، اینی بگیم می شود، هر دش می شود. معنیش کی؟ هر اینا من. معنیش می شود هر اینا من. این نه ای اخوات، این نه نونه که بعد با دیم نونه که هست در اینجا پیش از یا، اینا نون ویقایش میگن، یا را ضمیر متصلش میگن. این یا اینی که شد، اینی از اخوات این نه و یا که در آخرش است ضمیر متکلم. بعدش این نحنو، این نحنو یعنی که ما. اگر نحنو را در این بچسبونیم چیکار میکنیم؟ نحنو ضمیر متکلمی جمع متکلمی منفصل است. باید ما ضمیر جمع متکلمی متصل بیاریم. متصل میگیم که ایننا یا ایننا میگیم. ایننا یعنی که هر آینه ما، یا ایننا هر آینه ما. ببینید ما و شما سوره کوثر میخونیم که الله میگوید این اعطینا. ببینید این معنیش که به درستی این که ما، یا واقعا ما، یا به تحقیق ما اعطیناک. که یعنی تو، اعطیناک یعنی دادیم تو را. این اعطیناک واقعا ما دادیم تو را. ببینید اینا در اول اینا اعطینا، اینا انزلنا، اینا انا همین این نوع، این نحنو را هر دشا نحنو را ضمیری متصلی جمعی متکلم میاریم نا می شود. نحنو را میگیریم جوش نا میمونیم. بعد میشه که این یعنی که به تحقیق ما. این بود چسبیدن ضمیرها به حرفای مشبهه به فعل. هر مای حرفش داره میچسبد. مثلا در جای همین این هر کدامی را که بمونید بشود، 6 تا که گفتیم کو هر کدامش که بمونید میشود. مثلا کی بعد این ان است، انهو، انهم، انها، انهن، انک، انکم، انکی، انکن، ان یا اننا همش جایز است. فهمو؟ یا انی هم می شود. یا مثلا لعل، اول در همین درس میاد می شود که لعله، لعلهم، لعلها، لعلهن، لعلک، لعلکم، لعلکی، لعلکن، لعلی، یا لعلنا. همش یه چیز است، فقط همین ضمیرها رو در آخرش چسبوندیم. فهمو؟ همین طور همون گفتیم که حروف مشبهه به فعل هست، همون رو همش بیارید بچسبونید، همین طور موندن بگیرید برای در ذهنتون شیشتن. و این بود تمرین رقمی 3. اکنون میگذاریم به تمرین رقمی 4. در تمرین رقمی 4 میگه که ادخل این
علی الجمل الآتیتی، میگد که داخل کن تو این را بر جمله های می آمدگی. جمله های می آمدگی را در پایین ببینید همش مبتدا و خبر هست، همش مبتدا و خبر هست. ما در مبتدا و خبر گفتیم، این نگفتیم حروف مشبهه است، در اول مبتدا و خبر میدارد. پس در اول این همین 10 تایی که میورد ببینید تا 10 رقم است، همین 10 رقم دکو 10 جمله که آوردگی هست مبتدا و خبر، در اول همین 10 تا ما باید این را بمونیم. شروع میکنیم از یکم. ببینید یکم ببینید میگه هو تاجرون، یعنی که وی بیزنسمن هست. در اول همین این را بمون. چخیل میگویی؟ این هو میگویی؟ نه، هو را ضمیری، هو ضمیری منفصل است، ضمیر متصل بیار بمون. همین خدی خچه ضمیر متصل ش بیار. انه تاجرون، هو تاجرون یعنی که وی بیزنسمن هست. انه تاجرون هر آینه وی بیزنسمن هست. رقم 2 انا طالب، من دانشجو هستم. ایننی یا اینی طالب، هر آینه من دانشجو هستم. ایننی هم بگوی می شود، اینی هم بگوی می شود. رقم 3 هم من الیابانی، وی ها از یپانی است. این را قوش کردی میگوی اینهم، پس می نویسید شما خودتون اینهم من الیابانی، یعنی واقعا وی ها از یپانی است. رقم 4 انتم از کیا او، تنوین قبول نمیکنند. برای چی؟ برای غیر منصرف است. انتم از کیا او یعنی که شما زیرک ها هستید. از کیا جمع زکی یعنی زیرک، شما زیرک ها هستید. وقتی این را همراه که کردید میگوید که اینکم، انتم منفصل است، متصلش کم می شود. پس میگوید اینکم از کیا او، بعد رستین که شما زیرک ها هستید. اینکم از کیا او، بعد رستین که شما زیرک ها هستید. رقم 5 هی متزوجتون، و زن متزوجه است یعنی شوهر دارد. هی متزوجتون یعنی که وی شوهر دارد. پس در اینجا هی را در اولش این را که موده میگه که اینها متزوجتون، یعنی بدرستی این که آن زن شوهر دارد. اینها متزوجتون، بدرستی این که همون زن شوهر دارد. رقم 6 نحن مسلمون، ما مسلمان ها هستیم. در اولش این را موندید میگه که ایننا یا ایننا هر جایز است. ایننا یا ایننا مسلمون، ما هر آینه ما مسلمان ها هستیم. رقم 7 انتم انتن مجتهداتون، شما زنها کوشش کننده هستید. انتن شما زنها، مجتهداتون کوشش کننده هستید. پس در اینجا اگر ما این را داخل کرده میگیم که انکن، انتن صیغه ضمیری مخاطبی جمع مؤنث است، منفصل است، متصلش کن نمیشد. پس میگه که انکن مجتهداتون، یعنی که بدرستین که شما زنها کوشش کننده زن هستید، کوشش کننده ها هستید. رقم 8 هن مسلماتون، هن مسلماتون، هن و زنها مسلماتون مسلمان زنها هستند. این را قوش کردن کشید میگه که اینهن مسلماتون، یعنی که بعد درست این که همون زنها مسلمان زن هستند. رقم 9 انت رجل غنی، تو میگه مردی بای هستی. اگر که در اولش این را داخل کی کرده میگیم که اینک رجل غنی، یعنی که بعد درست این که تو مردی بای هستی. اینک رجل غنی، واقعا تو مردی بای هستی. رقم 10 انتی زکیتون، برای چه انتی گفتیم؟ برای زکیتون مؤنث است. اگر انت بگیمش باید زکیون بگیم. زکیتون مؤنث است، برای خاطر انتی میگیم. انتی زکیتون یعنی تو زن زیرک هستی، زن زیرک هستی. اگر این را همراه کنیم میگیم که اینکی
زکیتون، یعنی واقعا تو زن زیرک هستی، شیار هستی، با فهم زن هستی، زنی با فهم هستی. پس این بود تمرین رقمی 4. میگذاریم اکنون به تمرین رقمی 5. تمرین رقمی 5 رو ببینید. میگوید که اقرأ الامثله الاتیه، یعنی که بخوان مثال های می آمدگی رو. اکنون در اینجا برای ما و شما مثال میارد، باید ما و شما این مثال ها را بخونیم. مثال ها را خواندن من لازم است و همچنین ترجمه کردن من و همچنین اهمیت دادن. باید اهمیت بدیم، زیرا که در اینجا یک نازکی را برای ما فهمانده است. ما گفتیم که این نه در اول مبتدا و خبر می‌دراید، انا همون را برای ما فهماندنی است. در اینجا بسیار اهمیت بدید. رقم 1 رو ببینید، میگه که المدرس جدیدون، یعنی که استاد نو هست. المدرس مبتدا است، جدیدون خبر هست. المدرسو اهمیت بدید حرکت. المدرسو مبتدا است، برای خاطر مرفوع است. جدیدون خبر هست، برای همون خاطر مرفوع است. المدرس جدیدون یعنی که استاد نو هست. انا اکنون در مقابلش روپروش ببینید، در اینجا در اول المدرسو جدیدون این را میدراید. چه می شود؟ این المدرسه. اول دا گفتیم المدرسو، لیکن این که در آمد مدرسو را مدرسه کرد. این المدرسه جدیدون، این المدرسه جدیدون یعنی همانا استاد نو هست. در اینجا در اعراب المدرسو میگید مبتدا است، مرفوع است. جدیدون خبر است، مرفوع است. لیکن در این المدرسه جدیدون چی میگید؟ در این المدرسه میگید این حروف مشبهه به فعل. مدرسه اسم اینش میگید، دیگه مبتداش نمیگید. میگید اسم این منصوب و علامت نصب فتحه، آخرش ببینید فتحه دارد. جدیدون خبر اینش میگید، دیگه خبرش نمیگید، خبر خالی نه، خبر اینش میگید. فهمو؟ برای خود بسیار اهمیت بدید این چیز رو. رقم 2 رو ببینید. فاطمه طبیبتون، فاطمه تو تنوینش نمیتیم، برای غیر منصرف است. فاطمه تو طبیبتون یعنی که فاطمه پزشک زن هست. فاطمه پزشک زن هست. در اول همین اگر این را بداریم ببین چه می شود. این فاطمه تا، اول فاطمه تو بود، لیکن این که در آمد فاطمه تا طبیبتون، میگد که همانا فاطمه پزشک زن هست، دکتر هست. واقعا میگه فاطمه دکتر زن هست. این را اهمیت بدید. رقم 3 را ببینید. میگد که در رقم 3 میگد که حامدون متزوجون، میگد که حامدون متزوجون یعنی که حامد زندار هست، متزوج آدم زندار. حامدون متزوجون یعنی که حامد عائله دار هست، زن دارد. بعد چه ببینید میگه که این حامدان متزوجون، میگه که واقعا حامد زندار هست، یا بدرستی این که حامد زندار هست. ببینید حامدون مبتدای مرفوعه، در اولش که این در آمد حامدون نمیگیم و حامدن میگیم. این حامدن متزوجون، میگه هر آینه حامد عائله دار هست، زندار هست. این را بسیار اهمیت بدید. این 3 مثال بسیار اهمیت بدید، بنویسید. شما خودتون مبتدا و خبری که در کورس یکم خوانده بودیم همونها را بگیرید، به مثل همین کار کنید. این را در اولشون بدرورید، لعل را در اولشون بدرورید که چطور می شود. اهمیت بدید، حرکتاش خودتون بمونید تا اینکه در ذهنتون بشیند. خب میگذاریم بعد تمرین رقمی 6. در تمرین رقمی 6 میگوید که ادخل این على الجمل الآتیه واضبط اواخر الکلمات. میگه ادخل یعنی داخل کن تو این رو، همین کلمه این یا حرف این را میگه در اول کلمات داخل کن. على الجمل الآتیه در جمله‌ای که در پایین میورد. در پایین چند تا جمله آوردگی است؟ ببین 10 جمله آوردگی است. جای خالی موندگی است که باید بار دیگر همین کلمه را بنویسید. و بهتر خدا در دفتراتون بنویسید همین رو. واضبط اواخر الکلمات میگه حرکت بمونه که آخر کلمه ها را میگه، حرکت بمون. خب میگذاریم بعد خواندن این تمرین. ببینید میگه که رقم 1 ببینید، میگه که الدرسو آخرش فتحه میمونیم، الدرس دامه میمونیم. الدرسو صعبون یعنی که درس
وزمین است، دشوار است، قند است. الدرس صعب، یعنی که درس وزمین است، درس قند است. در اول همین این را بمون، الدرس صعب بود. این را که مونده میگیم که این الدرس صعب. اهمیت بتید، این الدرس صعب، یعنی که واقعا درس مشکل است، قند است. رقم 2 رو ببینید. السیاره جمیله، ماشین زیبا است، ماشین فسان است. این را در اولش بمونید بشود که این السیاره، السیاره بود. این را که مونده میشود این السیاره جمیله، هر آینه ماشین زیبا است. السیاره مبتدا بود، جمیله خبر بود. لیکن این السیاره جمیله که گفتید، این سیاره اسم این می شود، جمیله خبر اینه. دیگر مبتدا و خبر نمیگید، اسم این خبر این نمیگوید. فهمو؟ رقمی 3. القرآن کتاب الله، القرآن کتاب الله، یعنی قرآن کتاب الله است. این را در اولش بمونید، میگید که این القرآن کتاب الله، هر آینه یا واقعا قرآن کتاب الله است. القرآن بود، این را که موندید این القرآن گفتید، آخرش فتحه موندید، بخاطر اینکه اسم این است، کتابو خبر این است. کتابو مضاف است و لفظ جلاله، اللهی را لفظ جلاله میگن. لفظ جلاله این مجرور هست به سبب اضافه، به سبب مضاف الیه شدن. رقم 4 رو ببینید. محمدون صلی الله علیه و سلم رسول الله، یعنی محمد پیامبر صلی الله علیه و سلم، رسول الله یعنی فرستاده از جانب الله است، پیامبر الله است. فهمو؟ محمدون مبتدا است و رسول الله خبر است. رسول خبر است، رسول مضاف است، الله مضاف الیه. لیکن در اول این اگر این را بداریم چی میگیم؟ میگیم این محمدن، یا الف هم بعدش می نویسیم، بعد تنوین دبلوش میمونیم. این محمدن رسول الله، میگه که واقعا محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر الله است. پس محمدن را اسم این نمیگید، رسول را خبر این نمیگوید. فهمو؟ رقم 5. آمینه طالبتون، یعنی که آمینه دانشجو است، آمینه دانشجو است. اگر این را در اولش بدرورید می شود که این آمینه طالبتون، یعنی که بدرستی این که آمینه دانشجو است. ببینید آمینه میگوید. برای چی؟ برای که اسم این نشد. آمینه مبتدا بود، آمینه میگوید برای اینکه اسم این است، اسم این منصوب می شود. رقم 6. اللغة العربیه سهلتون، یعنی زبان عربی آسان هست. بعد در این را که در آوردید میگوید که این اللغة العربیه سهلتون، یعنی که واقعا زبان عربی آسان هست. این اللغة اسم این است، العربیه صفت لغت است، برای خاطر لغتو شد عربیتو می شود، لغت شد عربیته می شود. هر دین را حرکتشون یک نمود می شود. بس سهلتون خبر می شود، خبری. اگر این را که موندیم خبری این نمی شود، اگر این را نموندیم اگر خودش خبر می شود. برای اللغت مبتدا، العربیه صفت لغت، سهلتون خبر. اگر این را موندیم میگیم که این اللغة العربیه سهلتون. پس در این صورت میگیم اللغة اسم این است و العربیه صفت لغت است و سهلتون خبری این است. این را در دفتراتون چندبارها بنویسید برای اینها در ذهنتون بماند و فراموش نکنید این چیز را. رقمی 7. هذه الساعة غالیه، این ساعت گرانبها است، قیمت است. هذه الساعة غالیه، این ساعت قیمت بها است. هذه اسم اشاره است، اسم اشاره، اسم اشاره. و اگر که این را در اولش که در آوردیم چطور میگیم؟ بگیم که این هذه الساعه، این هذه برای اسم اشاره متصل ندارد، متصل ندارد که ما بچسبونیم. میگیم که این هذه الساعه
ساعته میگیم هذه ساعتو بود، این هذه ساعته میگیم غالیتون، این را که موندیم ساعته میگیم. یعنی که واقعا این ساعت گرانبها است. رقم 8 رو بینید. بلال غنیون، یعنی که بلال بای است، سمدار هست. اگر این را بداره میگیم که این بلالن غنیون، بعد لام یک الف میمونیم، بعد بالش دو فتحه میمونیم. بلالن، این بلالن غنیون، یعنی که هر آینه بلال بای هست. رقم 9 المدیر فی الفصل، یعنی که مدیر در صنف است. المدیر فی الفصل یعنی که مدیر در صنف است. اگر این را در اولش بداره میگیم که این المدیر فی الفصل، یعنی که هر آینه مدیر در صنف است. این المدیر، مدیرو بود، این را در آورده مدیره شد، برای اسم این نشد. فی الفصل جار مجرور متعلق به کائنون خبری این نمی شود. رقم 10 رو ببینید. الماء باردون، یعنی که آب خنک است. الماء آب، باردون خنک است. الماء مبتدا است، باردون خبر. لیکن این را که در آورده میگیم که این الماء، ماء بود، این را میداره میگیم که ماء، این الماء باردون، هر آینه آب خنک است، هر آینه آب خنک است. پس این را بسیار اهمیت بدهید. و در اینجا یک عباره را نوشتگی است، بسیار در اینجا حرفا را جدا جدا نوشتگی است. ببینید در اینجا نوشته که السیارة جمیلتون، در پایانش میگه السیارة مبتدای جمیلتون خبر. این راش میدونید چه مختان، برای در کورس یکم بارها گفتگی بودیم. السیارة مبتدا و جمیلتون خبرش میشود. این سیارته بعدش با میگه این السیارته، این نشد حرف مشبه به فعل میشود. السیارته اسم این نش میگه، دیگر مبتداش نمیگید، میگید اسم این نه. جمیلتون دیگه خبر نمیگید، میگید خبر این نه. جمیلتون خبر این نه، یعنی اگر که این نه در اولی مبتدا و خبر در اومد، مبتدا و خبر میگید اسم این نه خبر این نه. اگر که این نه ندر اومده باشه میگید مبتدا است و خبر هست. همون کورس یکم در خونده بودیم همون. در اینجا اکنون این کمتر تغییر یافت و دیگرگونی شد. برام خاطر بسیار اهمیت بدید در اینجا مبتدا و خبر، اسم این نه و خبر این نه، اینها را بنویسید و حفظ کنید. و میگذاریم به تمرین رقمی 7. در تمرین رقمی 7 میگه که تأمل المثالین، یعنی که اندیشه کن، فکر کن، ملاحظه بکن، دقت بده دو مثال را. دو مثال خودش کار کردگی است، برام خاطر میگه دو مثال اهمیت بده. میگه ثم کون جملا مثلهما من الکلمات الاتیه، پس میگه بساز، کون یعنی بساز، یعنی که بنویس، جملا مثلهما، جمله های را مانند همون، مانند مثلهما، مانند همین دو مثالی که خودش کار کرده است در پایان میخونیم. دو مثالی که میگه من خودم کار کرده است، من همین طور میگه بساز جمله های پایان را من الکلمات الاتیه، از کلمه های می آمدگی. اکنون ببینید المثال الاول، مثال یکم، امین الهند انت ام من پاکستان، یعنی که آیا از هندوستان هستی تو یا از پاکستان، آیا از هندوستان هستی تو یا از پاکستان. این حرفی همزه استفهامی چیش گفتیم؟ للتسویه یا للتعیین، تسویه و تعیین است، همزه استفهامی خالی نیست. برای خاطر لا نعم نیست، جواب میتی که انا من الهندی یا میگوی انا من پاکستان، یادش میگویی. نعم لا قطعی جواب نمیشود. این رو چه شروع کار کرده است؟ نه من الهندی انت من پاکستان، یعنی که آیا از هندوستان هستی تو یا از پاکستان. مثال دوم، طبیب انت مهندسون، آیا دکتر هستی تو یا انجینیر. طبیب انت مهندسون، یعنی که آیا پزشک هستی تو یا انجینیر هستی. این را اهمیت بدید. انا اکنون در اینجا از سوال رقم 1 تا آخرش تا رقم 10 را هست، تا رقم 10 را این را خودتون جواب میتید. اکنون خودتون باید جواب بدید. ببینید انت مجتهدون کسلانون، تو مجتهد کسلان. باید در اینجا دو سوال بتی، بگوی که آیا مجتهد هستی تو یا کسلان. انا میطور باید بگویم اینجا، یعنی اختیار بتی دو طرف، یعنی که کوشش کننده است یا تنبل، کدامش است.
در اینجا چیکار میکنیم؟ میگیم که یکم ا را مینویسیم در این جای خالی ا، یا در دفتر مینویسید ا، آیا بعد ا انت را مینویسیم؟ نه، انت را نوشتیم در زبان عربی خطا است. ا انت نمیگیم. برای اگر ای، برای چی میگیم که همزه استفهامیه برای تسویه یادش بگیرید نامشه. برای اینکه همزه استفهامیه با تسویه که باشد ضمیر ده نمیچسبد. فهمو؟ ضمیر ده نمیچسبد. همون دو چیزی را که اختیار میکنیم انا همون مهمش در یکم مینویسیم و دوم بعد این انت را مینویسیم یا همون ضمیر را مینویسیم، بعد ضمیر بعد اختیار دوم میتیم. و مثل چی مینویسیم که ا مجتهد انت ام کسلان. ببینید این اینطوری میگید، الان اینطور مینویسید، نمیگید که انت مجتهد ام کسلان. این خطا است، غلط است. میگید که ا مجتهد، بعد انت را مینویسیم، بعد ام مینویسیم، بعد کسلانو. یعنی که آیا کوشش کننده هستی تو یا تنبل هستی. انا اینطور بعد مینویسیم و ترجمهش میکنیم. کسلانو تنوین قبول نمیکند، برای غیر منصرف است. رقم 2 هیا، اینجا رقم 1 دیگه است، این الف است. ال سین، لیسین نخونیش، ال سین یعنی سین خطای. ال یابان، ژاپنیا. اکنون در اینجا باید بگوید که ا می نقش میکنه در اینجا. ا من السینی هیا، ا من السینی بعد هیا را مینویسید. ام من الیابانی مینویسید. ا من السینی هیا ام من الیابانی، یعنی که آیا از خطای است ویزن یا از ژاپنیا است. مینویسید یا ترجمهش میکنید. رقمی 3 انتی برای طبیبتون مؤنث است. انتی طبیبتون ممرضتون. طبیبتون پزشک دکتر، ممرضتون همشیره طبی. پس در اینجا مینویسید که ا طبیبتون انتی ام ممرضتون. ا طبیبتون انتی ام ممرضتون. اما اگر بگویید که انتی طبیبتون ام ممرضتون، این خطای در زبان عربی. زبان عربی ده خطای. فهمو؟ این را خوب اهمیت بدید. ا طبیبتون انتی ام ممرضتون، یعنی که آیا پزشک هستی تو یا همشیره طبی هستی. و رقم 4 هم نصارا یهود. نصارا یعنی نصرانی، یهود یعنی که یهودیا، نصارا یعنی خریستیان. پس میگید که نصارا هم ام یهودون، یعنی که آیا آنها نصرانی هستند یعنی مسیحی هستند یا یهودی. نصارا هم ام یهودون، یعنی که آیا نصرانی هستند آنها، آن مردها، یا یهودی. رقمی 5 هذا مسجد مدرستون. پس میگوید که مسجد هذا ام مدرستون، یعنی که آیا مسجد هستین یا مدرسه است. مسجد هذا ام مدرستون، یعنی آیا مسجد هستین یا مدرسه است. همین طور مینویسید و ترجمهش میکنید. رقم 6 هذه سیارة المدیری سیارة المدرسی. پس میگید که سیارة المدیری هذه ام سیارة المدرسی. هذه را در بین میمونید، اهمیت بدید. در بین دو چیزی که اختیار کردنی هستید کو در بین نمون میمونید. یعنی که آیا ماشینی مدیر هست این یا ماشینی استاد است. ماشین مدیر است، ماشین استاد است، در بینش هیه را میمونید یعنی ضمیره. پس میگوید که سیارة المدیر هذه ام سیارة المدرسی، یعنی که آیا ماشین مدیر هست این یا ماشین استاد. و رقم 7 انت متزوج عزب. عزب مجرد میدونید چی است؟ مجرد نه بیزن، آدمی که زن ندارد، بچه بیزن. متزوج زندار، عائله دار. انت تو متزوج زندار، عزب بیزن. یک از اگر پرسیدنی باشه میگه که متزوج انت ام عزب، یعنی که آیا زندار هستی تو یا مجرد هستی یا بیزن هستی. متزوج انت ام عزب، یعنی که آیا زندار هستی تو یا بیزن هستی. رقم 8
هن خالاتک عماتک. خالاتک اگر مرد را گفتی، اگر زن را گفتی خالاتوکی عماتوکی، یعنی خاله های تو، عمه های تو. پس میگوید که خالاتک هن عماتک، یعنی که آیا خاله های تو است وی ها یا عمه های تو است. اگر مرد گفتی. اگر زن گفتی میگوی که خالاتوکی هی عماتوکی، یعنی که آیا خاله های تو است وی زن ها یا عمه های تو است. رقم 9 هو پاکستان ایران. پاکستان ایران یعنی که وی پاکستان ایران. پس میپرسی که من پاکستان هو ام من ایران، یعنی که آیا وی از پاکستان است یا از ایران. یعنی که وی از پاکستان است یا از ایران. انا می طور می نویسید من پاکستان هو ام من ایران، یعنی که آیا از پاکستان است وی یا از ایران. من ایران نه، آخرش فتحه میمونید، کسره نمیمونید. رقمی 10 بیتک قریب بعید. بیتک خانه تو، قریب نزدیک، بعید دور. پس میگوید که بیتک قریب، معذرت میخوام، قریب بیتک ام بعید. انا میطور بنویسید قریب بیتک ام بعید، یعنی که آیا نزدیک از خانه تو یا دور هست. بعدی همزه استفهامیه برای تسویه همون دو چیزی که اختیار کردنی هستی، یکمش بعدی انا همون میمونی، فهمو؟ بعد دویمش بعدی ام میمونی. هر جایی که همزه استفهام دیدید بعدش ام دیدید، بدونید که اون همزه استفهامیه برای تسویه است، برای تعیین است، یعنی که علامت شناختنتون همین ام هست. ام دیدید بدونید که همزه استفهامیه در اونجا باشد، استفهامیه برای تسویه است. پس این بود تمرین رقمی 7. میگذاریم بعد تمرین رقمی 8. در تمرین رقمی 8 میگوید که تأمل الامثله الآتیه لذو، یعنی که اندیشه بکن مثال های می آمدگی را برای ذو ما در اول گفتیم از امثله 5 است. با تاجیکی 2 ترجمه می شود دارایی یا صاحبی، دارایی یا صاحبی. و میگه اندیشه کن مثال های می آمدگی را که در بینشون کلمه ذو هست و کلمه ذو هست. ببینید رقم 1 را ببینید، میگه مدیرنا ذو قامت طویلة، یعنی که میگوید مدیر ما صاحب قامتی بلند است. مدیرنا یعنی مدیر ما، ذو قامت طویلة یعنی که قامت بلند، صاحب قامت و بلند هست، صاحب قامت بلند یا دارای قامت بلند است، یعنی که قد بلند است. ذو صاحب یا دارا، قامت قد و قامت میگیم خودمونم، قد انسان یعنی که قامت انسان، طویلة بلند. ببینید ذو مضاف است و قائمت مضاف الیه و قائمت موصوف است، طویلة صفت است. مدیرنا مبتدا است، ذو خبر هست. خبر ما گفتیم که باید مرفوع باشد، مرفوع است در اینجا. علامت رفعش چیه؟ واو. برای چی؟ برای امثله 5 از اسماء 5، امثله نه، اسماء 5 در اول درس گفته بودیم. رقم 2 هذا الدفتر ذو ورق مسطر. هذا الدفتر ذو ورق مسطر، یعنی که این دفتر دارای ورقی خطدار هست. مسطر یعنی خط کشیدگی، ورق سفید نیست، ایو ورق هست که خط کشیدگی است، خط کشیدگی دارد. مسطر خط کشیدگی را میگن. هذا مبتدا است، الدفتر بعدی اسم اشاره، اگر اسم علمی الف لام دار بیاد گفتیم ما میگیمش که اسم بیاد که الف لام داشته باشد ما میگیمش که بدل هست. هذا مبتدا است، الدفتر بدل هذا است. ذو خبر هست و ذو مضاف است و ورقین مضاف الیه، مسطرین صفت ورق است. اعراب شد در یادتون بگیرید. برای خاطر مسطرین میگیم، برای ورقین کسره، مسطرین آخرش کسره میگیره، برای صفت ورق است. رقم 3 احمد طالب ذو علم و خلق.
ببینید میگه احمدو یعنی که احمد طالبون دانشجو است. احمدو طالبون ذو علم و خلق یعنی که با علم و خلق است، یعنی دارای علم و خلق است یا صاحبی علم است و صاحبی اخلاق است. خلق یعنی که اخلاق. میگه احمد طالب است، احمد مبتدا است، طالبون خبر هست، طالبون خبر هست. ذو علم ذو صفت احمد است، ذو صفت احمد است و مرفوع است و علامت رفعش واو هست برای اینکه از اسماء خمسه است. و ذو مضاف است و علم مضاف الیه هست و واو عاطفه است. خلقین معطوف به علمین هست، علمین آخرش کسره دارد برای خاطر خلقین هم آخرش کسره گرفتگی است. یعنی که دو احمد دو صفت دارد، یکم که علم دارد، دویم که اخلاق دارد. الله تبارک و تعالی علم و اخلاق را برای ما و شما نصیب گرداند. رقم 4 هذا القمیص ذو کم قصیر و ذاک ذو کم طویل. هذا القمیص یعنی این کرته، هذا مبتدا است، القمیص بدل هست برای الف لام دارد، بدل هست. ذو خبر هست، هذا مبتدا است، ذو خبرش است. ذو مضاف است و کم مضاف الیه هست، قصیر صفت کم هست. هذا القمیص ذو کم قصیر یعنی این کرته دارای آستین کوتاه است. کم گفته آستین نمیگن، کم آستین، آستین کوتاه. ذو کم قصیر یعنی آستین کوتاه است. و ذاک و آن کرته ذو کم طویل یعنی که دارای آستینی دراز است، یعنی آستین دراز است. ذو کم طویل یعنی آستین دراز هست. اهمیت بتید اعرابش همچنین. بعد ذو همه وقت مضاف الیه میاد و کسره میخونه میشه. ببینید ذو کم قصیر ذو کم طویل. قصیرین و طویلین صفت کم هستند هر دوشون. رقم 5 المسجد الذي في حينا ذو منارة واحدة. المسجد یعنی که مسجد، الذي في حينا همون مسجدی که در دهه ما هست، ذو منارة واحدة یعنی که دارای یک مناره است. ذو دارای، صاحبی، منارة مناره، واحد یک، دارای یک مناره است. المسجد مبتدا است، الذي صفت است. فی حینا جار و مجرور متعلق میگید به یستقر، یستقر بعد صله الذی است. در کورس یکم خونده بودیم که اسماء موصوله الذی، التی، اللذان، اللتانی، الذین، اللاتی، اللایی، اینا را ما خونده بودیم. نه گفته بودیم بعد اینها حتما موصوله باید باشد، بعد اینها حتما باید صله باشد. اینا چون اسم موصوله هستند باید صله داشته باشد. فی حینا در نمیشه جار و مجرور میگه متعلق به یستقر، یستقر صله الذی میشود، لا محل میشود. بعد ببینید ذو خبر میشد. المسجد مبتدا گفتیم، الذی را صفت مسجد گفتیم، فی حینا را در اینجا صله الذی گفتیم، ذو خبر شد. المسجد مبتدا، ذو خبر. منارة مضاف الیه شد، واحدة صفت مناره شد. این اعراب اهمیت بدید، اعراب بسیار مهم است. بعضی برادرها میگن که اعراب چی در کار است که اینقدر اعراب میکنی؟ اگر اعراب که ندانستی همه وقت به مثل کوری هستی که یک کس باید تو را یاد بدهد که المسجدو بگو یا المسجده بگو یا المسجدی بگو، یا منارتین بگو یا منارتن بگو یا منارتون بگو. همه وقت انتظاری که یک کس تو را بگه ایده یادش بگیر. اگر یک سال هم عذاب بکشی یا ماه هم عذاب بکشی یادش میگیری، دیگر خلاص پیش توی میشود. برام خاطر اهمیت بدید برادران و دوستان. رقم 9 یعنی که حالا ما و شما در تمرین رقم 9 رسیدیم. در تمرین رقم 9 میگه اقرا الامثله، یعنی بخوان مثال ها را. مثال ها را در اینجا باید ما و شما بخونیم. ثم حول الجمل الآتیه، جمله الآتیه مثلها. ثم حول الجمله الآتیه مثلها. پس میگه تغییر بده جمله های می اومدگی را به مثل همون. مثال در اینجا بخون میگه و جمله های می اومدگی را به مثل همون تغییر بده.
در اینجا ببینید اکنون الف درون قوس ببینید همزه است. یک هذا طالب ذو خلق، یعنی که این شاگرد صاحب اخلاق است، این شاگرد با اخلاق است. هذا مبتدا، طالب بدل، ذو خبر، ذو مضاف، خلق مضاف الیه. هذا طالب ذو خلق، یعنی این شاگرد با اخلاق است. بره ببینید در قوس میگه که هؤلاء الطلاب ذو خلق. ذو یعنی صاحب یک است، از اسماء خمسه است. انا اكو ذو که شد اسماء خمسه نیست، از اسماء خمسه میبروریم شه. هؤلاء الطلاب یعنی که آن طلبه ها یا اینها طلبه ها، هؤلاء اینها طلاب طلبه ها، ذو خلق یعنی صاحب های اخلاق هستند، یعنی همین طلبه ها همشون اخلاق دارند. ذو که شد ذو صاحب یک است، ذو جمع، فهمو؟ لیکن در اعراب این را از اسماء خمسه نمیگیریم، این را ملحق به جمع مذکر سالم میگد. این را ان شاء الله در آینده بعد میخونیم شه. حالت رفعش به واو، حالت نصب جرش به یا میشود. این را ذو خلق یعنی که صاحب های اخلاق هستند. انا اکنون جیم ببینید هذه الطالبه ذات خلق، این دانشجو دختر صاحب اخلاق است. ذاتو صاحب، ذاتو مؤنث است، ذو مذکر، ذات مؤنث، هر دوش به معنای صاحب یا دارایی، ترجمه هر دوش یک است. لیکن ذو از اسماء خمسه است و ذاتی از اسماء خمسه نیست، ذاتی از اسماء خمسه نیست. ذات خلق یعنی که با اخلاق است، دارای اخلاق است، صاحب اخلاق است. هذه الطالبه ذات خلق یعنی که این دانشجو دختر با اخلاق است. حرف دال را ببینید در درون قوس، حرف دال میگه که هؤلاء الطالبات ذوات خلق، یعنی که اینها شاگرد دخترها صاحب های اخلاق هستند، یعنی که همشون با اخلاق هستند، همشون اخلاق دارند. ذواتو اینجا این جمع هست، جمعی ذات هست، لیکن جمعی مؤنث سالم نیست، جمع تکثیر است. جمع تکثیر، جمع معنی سالم، جمع مذکر سالم در کورس یکم در بارشان بعض معلومات را براتون داده بودیم. ذواتو جمع تکثیر است، جمع معنی سالم نیست. خب انا اکنون در اینجا رقم یک رو ببینید. رقم یک رو میگه هذا الرجل ذو مال کثیر، یک تشخصش کار کردگی است. رقم 2 و 3 و 4 کار نکرده. برای چی؟ به خاطر که باید من و تو کار کنیم. رقم 2 و 3 و 4 اکنون خودمون کار میکنیم. یک خودش کار کرده میگه هذا الرجل ذو مال کثیر، یعنی که این مرد صاحب مال بسیار هست، دارای مال بسیار هست، یعنی مالدار هست. فهمیدید؟ ذو مال، ذو صاحب. انا اکنون رقم 2 ها بالا را حرف ب را نگاه میکنیم. فهمو؟ هؤلاء طلاب بود کو در انا همون جای هؤلاء را پایان میاریم، میگیم که هؤلاء رجل جمع میکنیم، میگیم رجال. هؤلاء الرجال، هؤلاء الرجال ذو مال کثیرین میگیم. ذو یعنی که اینها مردها صاحب های مال بسیار است میگیم. ذو میگیم، ذو مال کثیر یعنی صاحب های مال بسیار هستند، یا ذو اموال کثیرتین، صاحب مال های بسیار هستند. انا اکنون رقم 3 را ببینید. رقم 3 این جیمه که در بالا درون قوس ببینید جیم است کو هذه طالبه ذات خلق بود کو همه را پایین میارد، میگه که هذه المرأه می نویسید جوش. هذه المرأه ذات مال کثیر میگید، انا میطور می نویسید هذه المرأه ذات مال کثیر، یعنی که این زن صاحب مال بسیار هست. انا که در رقم 4 چی را می نویسید؟ ها درون قوس ببینید حرف دال هست. هؤلاء طالبات ذوات خلقنا، در پایین می نویسید که هؤلاء در جای طالبات چی را می نویسید؟ نساء را می نویسید، زنها. هؤلاء النساء، بعد می نویسید که ذوات مال کثیرین یا ذوات اموال کثیرتین،
یعنی که صاحبی مال بسیار هستند. پس همین طور می نویسید و همین مثال رو کار میکنید. و میگذاریم بعد تمرین رقمی 10. در تمرین رقم 10 میگوید که ادخل لعل على الجمل الآتیه علما بان لعل من اخوات این. میگد که داخل کن لعل را. لعل گفتیم به دو معنا هست، میترسم یا امیدوارم، یعنی لترجی امیدوارم، لتوقعی یعنی میترسم. به دو معنا میاد، در غیر قرآن و سنت باشد، در حدیث نه، در آیات قرآن نه، در غیر به دو معنا میآید. در آیات قرآن گفتیم به معنای شاید یا به معنای تا، یا در حدیث. پس ببینید میگه ادخل لعل، لعل را میگه در پایان داخل کن. چطوره که در گذشته ما در اول مبتدا این را داخل کردیم کو، به مثل همون لعل را میگه داخل کن علی الجمل الآتیه، در جمله های می آمدگی، علما بان لعل من اخوات این. لیکن دانسته باشی، میگه باید بدانی که لعل از اخوات این است، از خواهرهای این است. ما گفتیم که این 5 تا خواهر دارد. اون 5 تا چی بود؟ این خودش است، اپاشون، کلانشون، بعد ان است یکم خواهرش و دویم خواهرش لکن و سوم خواهرش این لعل است. حاضر میخونیم چه همین سوم خواهرش است لعل، و چهارم خواهرش کأن، و پنجم خواهرش لیتا. این 5 تا خواهر داره لعل، 5 تا خواهر دارد این خواهرهاش از یاد کنید، در ذهنتون داشته باشید. این 6 تا فقط در اول مبتدا و خبر میدروید. در اول مبتدا و خبر درآمد چطوره که این را گفتیم که مبتدا را اسم این میکند، خبر این میکنه، انا این کارا میکنه. ایران میگه نواسخ مبتدا و خبر در اول مبتدا و خبر میدروید. خب میگه بدون که از اخوات این است، یعنی که حرکت درست مونده بتونه. میگه ده رقم 1 رو ببینید، میگه هو خیرون هو بخیرین باش حذف شده است. خودتون بنویسید هو بخیرین، وای خوب است. پس میگوید که لعله بخیرین، هو بخیرین، لعل را بمون گفت کو، لعل را میمونیم، میگیم که لعله بخیرین، یعنی که امیدوار هستم که اون خوب باشد. هو بخیرین، وای خوب است. لعله بخیرین، امیدوارم که وای خوب باشد. برای گفتیم اگر که کار خوب باشد امیدواری هست، اگر کاری بد باشد میترسم ترجمهش میکنیم. رقم 2 را ببینید، میگه هم بخیرین، وای ها خوب هستند. لعل را داخل کرده میگیم که لعلهم بخیرین، یعنی امیدوارم که آنها خوب باشند، امیدوارم که آنها خوب باشند. رقم 3 هی بخیرین، وای زن خوب است. لعل را اگر همراه کرده میگیم که لعلها بخیرین، یعنی که امیدوارم که آن زن خوب باشد. برای هی ضمیری منفصل است، ضمیر متصل در جاش میاریم و میچسبونیم، خلاص همین کار میکنیم. اگر همون ضمایر متصل منفصله که در اول خوندگی بدین در کورس یکم، اگر اونها را بدون درجه تماما عذاب نمیکشید. رقم 4 هن بخیرین، یعنی وای زنها خوب هستند. پس میگه که لعلهن بخیرین، یعنی امیدوارم که آن زنها خوب باشند. رقم 5 انت بخیرین، تو خوب هستی. لعل را که آورده میگیم که لعلک بخیرین، یعنی امیدوارم که تو خوب باشی. رقم 6 انتم بخیرین، شما خوب هستید. لعل را که آورده میگیم که لعلکم بخیرین، یعنی که امیدوارم که شما خوب باشید. رقم 7 میگه که انه، رقم 7 میگه که انه بخیرین، انه نه، انه که باشد اینجا در انت باید هر در جاش تکنید، انت اصلش انتی، برای انت را در بالا خوندیم، نه انت را خوندیم ها، این انتی است، معنی است انتی بخیرین، اونو هر در جاش تکنید و کسره بمونید. انتی بخیرین یعنی که تو خوب هستی. لعل را که مونده میگیم که لعلکی بخیرین، یعنی که امیدوارم که تو خوب باشی. لعلکی امیدوارم که تو خوب باشی. رقم 8 انتن بخیرین، یعنی که شما خوب هستید. اگر لعل را که مونده میگیم که لعلکن، انتن لعلکن بخیرین، یعنی شاید شما خوب باشید. انتن
ضمیر مخاطب جمع مؤنث است. این منفصل است. متصلش کنه می شود. برام خاطر منفصل میاریم. اینا میگیریم در جاش منفصل میاریم. میگیم که لعل کنه بخیرین. امیدوارم که شما خوب باشید. رقمی 9. در رقم 9 میگه انا ناجح، یعنی که من کامیابم، من پیروزم، من سرفرازم، یعنی که نجات یافتگیم. پس لعل را که آورده میگه که لعلی ناجح، یعنی امیدوارم که من پیروز شوم. اگر که همین جای ناجح در راسیب بمونیم، راسیب افتیدگی، غلطیدگی، کسی امتحان بغلطه ناجح است، کسی که بغلطه راسیب است. راسیب بمونیم، پس میگه که لعلی راسبون، لعلی راسبون، یعنی که میترسم که من میغلطم. ببین میترسم ترجمهش میکنیم. برای راسب غمگین کننده است. آدم امتحان بغلطه غمگین میشود. لیکن ناجحون از امتحان بگذاری خرسند میشه. نه، پس میگه که لعلی ناجحون، یعنی امیدوارم که من پیروز میشوم، یعنی که کامیاب میشوم. رقم 10 نحن ناجحون، ما پیروز ها هستیم، کامیاب شده ها هستیم. پس لعل را میاره در اینجا بگه که لعلنا ناجحون، امیدواریم که ما پیروز شونده ها هستیم. رقم 11 المدیر فی غرفته، یعنی که مدیر در اتاقش است. غرفه اتاق، هی ضمیر با مدیر برمیگردد. غرفته یعنی در اتاق وی، در اتاق مدیر در اتاقش است. پس المدیرو مبتدا است. لعل را که آوردیم المدیره میگیم. لعل المدیر فی غرفته، یعنی امیدوارم که مدیر در اتاقش باشد. اگر که اگه کاری خوب باشد، لیکن کاری بد باشد، ترسیده سه باشه، میگه که لعل المدیر فی غرفته. در ترجمه میگه که میترسم که مدیر در اتاقش باشد. یعنی که دو ترجمه به تاجیکی جایز است. اگر خرسند باشی برای بودن مدیر در اتاقش، میگه که لعل المدیر فی غرفته، یعنی که امیدوارم که مدیر در اتاقش است. اگر ترسیده است باشه، میگه که لعل المدیر فی غرفته. در ترجمه میگه که میترسم که مدیر در اتاقش است. رقم 12 برای لعل را ترجمهش بسیار اهمیت بدید. کلمه بعدش میاد که اون کلمه لعل را معنای اصلیش میبرد که برای ترجی است، یعنی برای امیدواری است، یا که برای توقع، برای ترس. میگه الاختبار سهل، یعنی که امتحان آسان هست. اختبار امتحان، سهل آسان است. لعل را که در آورده میگیم که لعل الاختبار سهل، یعنی که شاید یا امیدوارم که اختبار آسان باشد. اگر که امیدی خیر ترجی باشد، برای توقع و ترسیده باشی، میگی لعل الاختبار سهل. نه اینجا سهل است، سهل یعنی که آسانی. در اینجا فقط یک ترجمه دارد، یعنی امیدوارم که امتحان آسان باشد، امیدوارم که امتحان آسان است. اگر که جای سهل در صعب بمونه، میشود که لعل الاختبار صعب، یعنی میترسم که امتحان وزمین هست. صعب موندیم لعل را میترسم میگیم، سهل موندیم لعل را امیدوارم میگیم. ترجمهش میکنید، اهمیت بدید. و میگذاریم بعد تمرین رقم 11. در تمرین رقم 11 میگه اقرا المثالین، هر دو مثال میگه بخون. در اینجا دو مثال میارد، میگه هر دو مثال رو بخون. ثم اکمل الجمل الآتیه بوضع غال او غالیتین، غالیتون کردگه خطا، او غالیتین فی الاماکن الخالیتی. برای چی غالیتین گفتیم؟ برای بوضعی، وضعی مضاف است، غالین مضاف الیه. او غالیتین عطف به جای غالی یکم هست، برای مخاطر غالیتین باید باشد، کسره باید بگه، برای مضاف الیه است. فی الاماکن الخالیتی، در جایهای خالی. فی الاماکن الخالیتی، در جایهای خالی. میگه که دو مثال رو بخوان. ثم اکمل الجمل الآتیه، پس جمله های می اومدگی بعدینش میگه پره بکن با گذاشتن غالین. غالین یعنی قیمت، گرانبها، مذکر. غالیتین قیمت و گرانبها برای اون چیزی مؤنث، زنانه‌اش. هر دو چیز فقط مذکر و مؤنث است. فی الاماکن الخالیتی، در جایهای خالی.
ببینید دو مثال خودش کار کرده است. حمزه رقم یک. هذا القلم غال. این قلم قیمت است. این قلم گرانبها است. اصل همین غالین غالیون هست، یا دارد لیکن یا حذف شدگی است، در جاش تنوین اومده است. تنوینی که غالین نمیبینید این تنوین هست. ما در زبان عربی چند نمود تنوین داریم. تنوین تمکین داریم، تنوین تنکیر داریم، تنوین عوض داریم، تنوین مقابله داریم. تنوین ها را در یک ورق نوشته از یاد کنید. این تنوین چی است؟ تنوین عوض است. در اینجا تنوین عوض سه نمود می شود. با تنوین عوض از حرف می شود، تنوین عوض از کلمه می شود، تنوین عوض از جمله می شود. با سه نمود می شود. این کدام نمودش است؟ تنوین عوض از حرف است. غالیون ببین یا را حذف کردیم، در جاش دو تنوین مونده که ما هم یک چیز حذف کرده هستیم. همین غالین دلالت به همین که در هم یک چیز حذف شده است. فهمو در یادتون خوب داشته باشید این چیز را. هذا القلم، این قلم میگه غالین بسیار قیمت است. اصل غالین غالیون بود، یا را حذف کردیم برای هم دو تنوین در پایانش موندیم. فهمو رقم ب را ببینید. دو. هذه ساعت غالیتون، میگه این ساعت قیمت است، گرانبها است. ساعت مؤنث که بود برای همین خاطر غالیتون گفتیم، مؤنث گفتیم. مبتدا مؤنث که است خبر مؤنث آوردیم. در بالا که هذا قلم و هذا مبتدا که بود غالین مذکر آوردیم. در پایان ساعت مؤنث که است مبتدا مؤنث است خبر مؤنث آوردیم. در حالی که در پایان دیگر باید مبتدا و خبر خودمون بیاریم. اگه مذکر میاد یا مؤنث میاد خودمون میاریم. درس گذشته دیگه باشه آورده میتونید. برای هم خاطر تکرار در اول درس گفتیم که کورس یکم خوب از خود کنه بعد دیم بگذارید. الکتب العربیه تو چی میگیم؟ غالین میگیم یا غالیتون؟ کدامش میگیم؟ غالین میگیم برای چی؟ یا غالیتون میگیم؟ و غالیتون میگیم برای چی غالیتون میگیم؟ سببش چی است؟ سببش همین است که الکتب مبتدا است، غیر عاقل است. ما گفتیم غیر عاقل اگر خبر بتیم یا صفت بتیم ما مفرد مؤنث میاریم. خلاص الکتب مبتدا است، العربیه تو صفت کتب است، غالیتون خبر میاریم مؤنث میاریم. غالین نمیگیم، غالیتون. فی بلدینو بعد درجه غالیتون می نویسیم. الکتب العربیه غالیتون فی بلدینو، یعنی کتاب زبان عربی گرانبها است در شهر ما. بلدینو یعنی در دولت ما، شهر ما. رقم یک. رقم دو. هذا الكتاب رخیص و ذاک، این کتاب میگه ارزان است و آن کتاب چی میگیم؟ غالین میگیم یا غالیتون. آن ذاک مذکر هست، ذاک مبتدا است، باید خبر بیاریم. خبر مذکر بیاریم مؤنث؟ مؤنث میاریم؟ نه مذکر میاریم. برای چی مذکر میاریم؟ به خاطر اینکه ذاک مبتدا مذکر هست، خبر مذکر میاریم. پس میگیم غالین و ذاک غالین، یعنی که آن قیمت است. هذا الكتاب رخیص و ذاک غالین، یعنی این کتاب ارزان است و آن کتاب چی است؟ قیمت است، گرانبها است. غالین می نویسیم بعدش. رقم 3. هذا المعجم ب100 ریال، میگه که این معجم، قاموس، معجم گفته قاموس، معجم قاموس هر چیز است. این معجم میگه، این قاموس میگه ب100 ریال، یعنی 100 ریال هست. ریال سوم سعودی است. 100 ریال هست. این قاموس میگه 100 ریال است، یعنی که نرخش 100 ریال هست. هو اکنون وای، هو مبتدا ای، خبرش باید بیاریم بگیم که گرانبها است. چخیل میگیم؟ غالین میگیم یا غالیتون؟ غالیتون میگیم و مؤنث میگیم؟ نه مذکر میگیم. برای چی؟ برای اینکه مبتدا ما مذکر است که هو اخی، هو ضمیر است، مذکر هست، ضمیری منفصل غائبی مذکر هست. هو یعنی که همون معجم. غالین میگیم، غالین خبر میشود بعد. فهمو؟ هو غالین میگیم. رقم 4. هذه الحقیبه میگه این چمدان، این سونکه نرخش گفته نیست که قیمت است. چخیل میگه؟ غالین میگه غالیتون؟ مذکر میارد یا مؤنث؟ مؤنث میارد. برای چی؟ برای اینکه مبتدا مؤنث است. هذه مبتدا است و حقیبتون بدل هست، مؤنث است. و غالیتون میگه هذه الحقیبه غالیتون، یعنی که این چمدان قیمت است، گرانبها است. پس اینجا غالیتون می نویسید.
اهمیت بدید. درس‌های گذشته است همش چیزایی هست که اینها را بارها تکرار کرده هستیم. خب میگذاریم به تمرین رقم 12. در تمرین رقم 12 میگه اقرا المثالین، بخوان دو مثال را. ثم اقرا الجمل الاتیه، پس میگه جمله های بعدینش بخون. اول دو مثال خودش کار کردگی است، برای همین خاطر میگه دو مثال بخوان، بعدش میگه چیکار کن؟ جمله های می اومدگی بعد بخون. میگه اول دو تا بخون، بعد اون بعدیناش بخون. بعد ذلك اكتبها، بعد ذلك اكتبها مع كتابة الاعداد الوارده فيها بالحروف. بعد ذلك یعنی که بعد از خواندنت، اولی بار خوند، میگه بعد از اون میگه اکتبها، در دفتر بگی بنویس، مع كتابة الاعداد الوارده، همون کتاب با نوشتن عددهایی که آمدگی است. عددها رو ببینید در پایین مثلا 100 1000 آمدگی است، نه انا اونها رو میگه به حرف فيها بالحروف، میگه حرف قطعی بنویس. ترین یک و دو تا نال و سه تا نال نکو، بنویس. الف یا 100 چخیل می نویسن، انا مطور نوشتش بکن. میگه فهمو؟ اهمیت بتید که دو مثال خودش کار میکنه. مثال یکم 1000 ببینید، در اونجا خطا شدگی است. او 1000 نیست، او یک نول شب حذف کنید، اونجا باید 100 بگیم، برای اون 1000 کردگی 100 ایده. اونجا 100 رجلین، 100 100 میگن. 100 رجلین که 100 مرد، 100 امراتین 100 زن. اینجا یک قاعده چک است، در یادتون بگیرید. بعد 100 و بعد 1000 همه وقت معدود مفرد می آید و مجرور می آید، برای اینکه مضاف الیه می شود. فهمو؟ و مذکر و مؤنث فرق نمی کند. 100 رجل 100 امرأه میگید، نمیگه که 100 او بگیم تشه بگیریم پرتویم، نه، مذکر و مؤنث یخیل است. فهمو؟ چرا که در 3 تا 10 ما مذکر و مؤنث فرق میکرد، در اینجا فرق نمیکند. بر ضدی عدد بود، به هر صورت که فرق میکرد، لیکن در اینجا فرق نمیکند. بسیار اهمیت بدید. 100 و 1000 فرق نمیکند. 100 رجلین 100 مرد، 100 امراتین 100 زن. ببینید 100 هر دوست، مردم بگو یخیل میگوی، زنم بگو یخیل میگوی. نه که در مثلا 3 مرد گفتن میشتیم، میگفتیم که ثلاثه رجالین مؤنث می آوردیم. اگر زن گفتن میشتیم ثلاثو نساء، فرق میکرد. نه انا در 1000 فرق نمیکند، در 1000 فرق نمیکند. فهمو؟ از 11 تا 99 هم فرق نمیکند. تمیز میآید، منصوب میآید، یخیل میآید. فهمو؟ عدد فرق میکند. از 11 و 12 فرق میکند. از 13 تا 19 را به مثلی از 3 تا 9 را فرق میکند. کنم تا فرق میکند. او را از 3 تا 9 هر یه جایی که از 3 تا 9 را ببینید، حسابش همون از 3 تا 9 که خوندگی بودیم که همون است. همون را در یادتون داشته باشید. خلاصه که ببینید 100 اون یک نول شکل کنید، 100ش کنید، 100 مرد 100 زن. اکنون دویمش در میگذاریم، اینجا در 1050 کردگی است. این 5 نول بکنید تا اینکه 1000 شود. 1000 رجلین 1000 مرد، 1000 امراتین 1000 زن. اهمیت دادید؟ اون 50 را اون 5 نول کنید 1000 شود. اینجا او بالا ده بالاگیش یا نول شکل کنید 100 شود. در اینجا این 5 نول کنید 1000 شود. 1000 رجلین یعنی 1000 مرد، 1000 امراتین 1000 زن. ببینید فرق نکردنه، 1000 در مردم 1000 در زنم، هر دوشم فرق نمیکنه. برای همین خاطر مذکر و مؤنثی 100 و 1000 یک است. انا اکنون در پایین می اومدگی را خودمون باید کار کنیم. انا که بگیم که نگاه کن. رقم 1 هذا تلفاز ب 1000 ریال، ب 1000 ریال، الفی میگیم، ب 1000 این تلویزیون میگه برابر به 1000 ریال است، یعنی که سومش 1000 ریال بوده است. ب 1000 ریال، ب 1000 می نویسیم، خوش کسره میکنه، برای بی حرف جاره در اول است، الفی اسم مجرور می شود، ریالین مضاف الیه می شود. رقم 2 عندي 1000 دلار، میگه که من 1000 دلار دارم. عندي دارم من. 1000 برای چه 1000 گفتیم، الفا نگفتیم، الفی نگفتیم؟ برای اینکه مبتدا مؤخر است. عندي خبر مقدم هست، 1000 مبتدا مؤخر است. 1000 مضاف است و دلارین مضاف الیه هست. عندي 1000 دلار، میگه من 1000 دلار دارم. رقم 3 فی هذه الكتاب 100 صفحه، ببینید
فی هذه الکتاب 100 صفحه، یعنی که در این کتاب 100 صحیفه است. برای چی 100 گفتیم؟ برای اینکه مبتدا است، مبتدا مؤخر. فی هذه الکتاب خبر مقدم هست، 100 مبتدا مؤخر هست، صفحه مضاف الیه هست. فهمو؟ فی هذا الکتاب 100 صفحه، یعنی در این کتاب 100 صحیفه است. رقم 4 بکم هذه الحقیبه، یعنی که برابر با چند پول هست این سمکه. سمکه را پرسیده است که چند سوم است. میگه که هی بی 100 ریال، هی بی 100 ریال، یعنی که همون هی وای سمکه مبتدا، بی 100 برابر با 100 ریال هست. 100 ببین، 100 باید با زبان بگوی، به حرف قطعی بنویسش باید. 100 ریال، یعنی که 100. برای چی 100؟ برای در اولش ب است، حرف جاره. بی 100 ریال، یعنی 100 ریال هست. رقم 5 فی هذه الکلیه 100 طالب من باکستان و 100 طالب من اندونزیا. ببین میگه در همین کلیه، در همین دانشگاه 100 طالبین. برای چی 100 گفتیم؟ برای مبتدا مؤخر است. فی هذه الکلیه خبر مقدم است. 100 طالبین مبتدای مؤخر هست. طالبین مضاف الیه است، برای همین خاطر آخرش کسره میتیم. 100 طالبین من پاکستان و 100 طالبین، اینجا مضاف الیه میکنیم. بعد 100 هزار مضاف الیه میآید، معدودی که میاد مفرد میآید و آخرش کسره میگیرد. من اندونزیا، و 100 طالب دیگر میگه از اندونزیا است. و خلاصه این بود درباره حساب ها. در این جهت نازکی است، این را براتون بفهمونم. ببینید 100 میم بعدش الف می نویسیم، بعد همزه و ت است، لیکن اون الف نمیخونیم. با نخونید که ماءتون یا میآتون، نخونید اون الف نمیخونیم، می نویسیم چون که نمیخونیم شه. فهمو؟ ببین میم الف می نویسیم، بعد همزه و ت می نویسیم، لیکن الفی در بعد میم هست، در بین همزه است، او الف نمیخونیم. این را میخونیم که 100. اهمیت بدید این را. میگذاریم بعد تمرین رقمی 13. در تمرین رقمی 13 میگه کون جملا مستعملا الکلمات الاتیه، یعنی که بساز، جابجا کن. میگه جمله را جملا جمع جمله است، جمله ها را مستعملا در حال بودن تو استفاده برنده الکلمات الاتیه، کلمه های می آمدگی را. در اینجا میگه خود جمله سازی کن. در اینجا چند کلمه میاره. ببین زکیون یعنی زیرک، با فهم، خوب فهم. در اینجا خود جمله سازی کن. مثلا بگو که محمد طالب زکیون، مثلا محمد شاگردی زیرک است. 100 را ببینید الف داره، الفش نمیخونیم. 100 یعنی که 100. مثلا بنویسید که فی جیبی 100 دلار، یعنی در کیسه من 100 دلار هست. 100 دلار. 100 برای چی 100 شد؟ برای فی جیبی خبر مقدم شد، 100 مبتدا مؤخر شد. متزوجون زندار، مثلا بنویس که احمد متزوجون، یعنی که احمد زندار هست. یا خودت بگو که بگو انا متزوجون، من زندار هستم. عزبون مجرد، یعنی بیزن. پس بنویس در اینجا بنویس بگو که اخی عزبون، یعنی برادر من بیزن هست. یا اگر خودت زن نداشته باشی بگو انا عزبون، من بیزن هستم. خلقون یعنی که اخلاق، خلق. پس بنویس که محمدون ذو خلق، محمد با اخلاق است. دلار یعنی دلار. بنویس که عندي 100 دلار، یعنی که من 100 دلار دارم. غالین قیمت. بنویس در اینجا که مثلا که الکتاب غالین جدا، کتاب قیمت است خیلی. الکتاب غالین جدا، یعنی که کتاب قیمت است خیلی. یا بنویس که بعت الكتاب غاليا، الكتاب غاليا، بعت الكتاب غاليا، یعنی فروختم کتاب را بسیار قیمت.
الکتاب الغالیه، یعنی که بسیار قیمت. خب آخری درس الکلمات الجدیده تو، یعنی که کلمه های نو. در همین درس ما چند کلمه های نوی را که گرفتیم در اینجا آوردگی هستش. ببینید زکیون زیرک، جمعش از کیا او، یعنی زیرک ها. از کیا آخرش تامین قبول نمیکنه، برای غیر منصرف است. و برای چی غیر منصرف است؟ از همون 9 صفتی که سببی که گفتم بودیم همونها را بیاورید. برای چی؟ غبیون، غبیون یعنی که آدم کنزن، ذهنش کنده، یا ابله هم میگن غبی، ابله، ابله. غبیون یعنی که ابله، احمق. اغبیاء او کند ذهن ها یا ابله ها، احمق ها. اغبیاء او همچنین غیر منصرف است. برای چی؟ خطان بگوید. خلقون، خلقون خلق، ما شما خلقش میگیم، اخلاق میگیم، لیکن اخلاق به زبان عربی جمعه، جمعش اخلاق میشود. خلقون یک تا، اخلاقون خلق ها، لیکن ما شما تاجیکو اخلاق میگیم اخلاق ندارد، یعنی آداب ندارد، اخلاق ندارد. اخلاق اصلا جمع است، خلق یک تا است در زبان عربی. یعنی میاتون، میاتون صد، الفون هزار، روبیتون روپیه یعنی سومی هندوستان، جمعش روبیاتون می شود. روبیاتون یعنی که روپیه ها. متزوجون زندار، آدم زندار، متزوج آدم زندار. عزبون مجرد، مجرد یعنی بیزن، بچه بیزن، جمعش اعزابو، اعزابون یعنی مجرد ها، یعنی بیزن ها. یهودیون یهودی، یهودون جمعش یهود، یهودیون یک تا یهودی، یهودون که شد یهودی ها. معجمون قاموس، معجم، جمعش معاجمو، تنوین قبول نمیکنه. برای چی؟ غیر منصرف است. سبب غیر منصرف بودنش چی است؟ خطون بیابید. معاجمو یعنی که قاموس ها. دلارون، دلارون دلار، دلار، جمعش دلاراتون، دلارها، دلاراتون یعنی که دلارها. صفحتون صحیفه، یعنی که کتاب چند صحیفه دارد. صفحتون صحیفه، جمعش صفحاتون یعنی که صحیفه ها. صفحاتون صحیفه ها، یک کتاب چند صحیفه ها دارد. ناجحون، ناجحون یعنی که پیروز، کامیاب یا نجات یافته. جمعش ناجحون، پیروز ها، نجات یافته ها. غالین، غالین یعنی که گرانبها، قیمت، مذکر. اگر زن گفتیم غالیتون، مرد باشد غالین، اصلش غالیون بود. تنوین گفتیم تنوین عوض است. عوض است چی است؟ از حرفی حذف شدگی. کمون، کمون آستین، کرتا مثلا هر چیزی که پیراهن، چیزی که میپوشیم آستین دارد، نه آستین کم میگن عربا. جمعش اکمامون یعنی که آستین ها، اکمامون آستین ها. پس این بود درس یکم از مستوای دوم از کورس دومی درس های زبان عربی. خیلی طولانی شد، اما با سبب طولانی شدنش هم اگر که زبان عربی میخواید پس همین هست درس های زبان عربی. و در اینجا درس رو به پایان میرسونیم و یکایک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم تا درس آینده. الله حافظ و مددگارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.